سلام، شما به کوبیک گوش میدین. به دومین قسمت فصل 5 اپیزود گپ و گفت با وحید عباسی خوش اومدین. مهمون این قسمت ما یه عکاسیه که مدرک کارشناسی معماری داره. اما نکته اصلی که درباره مهمونمون هست اینه که توی دنیای واقعی جدا از تخصص که باعث معروفیت افراد میشه، ادویه خاصی که اون فرد به کارش منتقل میکنه به وسیله تجربه زندگی که داره باعث میشه که شناخته تر بشه و کارهاش متفاوت بشه نسبت به آدم‌های دیگه. و احتمال زیاد امروز قراره درباره این موضوع حرف بزنیم که چه ادویه‌ای از زندگی میتونیم بگیریم و وارد کارمون کنیم تا متفاوت باشیم و به نوعی کارمون اصیل و متفاوت نسبت به بقیه باشه. همیشه ما توی کوبیک می اومدیم درباره مسیر طراحی صحبت می‌کردیم یا مسیر دیزاین. داستانه قبل از اینکه چه شکلی ما میتونیم یه دیزاینر بشیم یا یه محصول یا طراحی بکنیم. ولی این دفعه داستان کوبیک خیلی فرق میکنه. قراره درباره بعد از طراحی یه محصول صحبت بکنیم. قراره صحبت بکنیم که خب وقتی که ما الان یک محصولی رو دیزاین کردیم چه شکلی میتونیم اونو ارائهش بدیم، معرفیش بکنیم. برای همین میخوایم اول از همه یه سوال خیلی جالب از مهمونمون بکنیم. وحید، با اینکه تو خودت جزو بچهای دیزاین حساب میشی و میدونم که اطلاعات خیلی خوبی درباره مسیر دیزاین و طراحی داری، چرا خودت رو جایی قرار دادی، یعنی در انتهای مسیر طراحی پروسه دیزاین قرار دادی و شروع کردی به تولید محتوای انتهای راه دیزاین؟ خب اول از که سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که صدای منو میشنون. مرسی بچه ها از دعوتتون، خیلی خوشحال شدم که تو این قسمت مهمان شما هستم و میتونیم در رابطه با این مسائل صحبت بکنیم و میدونم چالش خیلی از بچه ها میتونه باشه و خیلی سوالات هست میشه که میتونم اینجا توی این فرصتی که به من دادین بهشون بپردازم و پاسخگوی خیلی از دوستان باشم اینجا. خب برسم به سوال زینب. ببین شاید بتونم بگم 50% خواسته بوده، 50% ناخواسته. یعنی با علم بر این که من وارد چه فضایی خواهم شد کارم رو استارت نزدم، ولی خب مسیر مشخص بود. یعنی در انتها میدونستیم به هر حال میرسه به این نقطه‌ای که وقتی وارد بازار کار میشی به یک خروجی میرسی که تقریبا میتونم بگم تو قسمت فینیشینگ بچهای دیزاین به حساب میاد. یعنی چی؟ یعنی که هر محصولی، هر حالا سازه‌ای، هر المانی، هر دیزاینی که به مرحله نهایی میرسه نیاز به معرفی داره، نیاز به این داره که درست معرفی بشه، بخوام بهتر بگم. و ما تو بخش تولید محتوا سعی میکنیم اینو حالا به نحوی نشون بدیم که اون حالا ایده دیزاینر، اون خروجی از نظر مثلا بازخورد و فیدبک بیننده ها مثلا به حد اکثر یا به بهترین شکل ممکنش باشه. و جواب سوال میتونم اینجوری بدم که این یکی از مهمترین بخشاییه که خب خیلی ها شاید ازش خیلی راحت بگذرند یا تو ذهنشون نباشه و عملا توی یه سری کشورها مهمترین چیزیه که بهش میپردازن. یعنی بعضی جا شاید کمتر بهش میپردازن، بعضی جا خیلی بیشتر میپردازن. مثلا تو کشوری مثل امارات متحده عربی خیلی به این مسئله اهمیت میدن و خیلی براشون ارزشمنده که اون خروجی کارشون، اون پروداکتشون یا اون سازهشون، ساختمونشون جوری دیده بشه که مشتری رو جذب بکنه و براش میان واقعا از قبل
بررسی میکنن، هزینه تعریف میکنن، یعنی یه لاین هزینه برای این میذارن حتما تا بتونن مثلا به اون خروجی که میخوان برسن. یعنی هدفمند میان حتی انتخاب میکنن برای یعنی برای تولید محتوا چه کسی بیاد و چه کاری انجام بده. آره درسته. اگه بخوایم دوباره برمیگردیم به این موضوع، ولی ما دوست داریم یه فلش بک بزنیم به عقب، از ابتدای مسیر ازتون بپرسیم اینکه چی شد اول معماری رو انتخاب کردین که منتهی شد به عکاسی از محیط‌های معماری و طبیعت. درست. منم خودم یه فلش بک بزنم به دوره عقب‌تر از تایم دانشجویی. من خب عملاً بچه درس خون زیاد نبودم و معدلم قاعدتا بالا نبود وقتی درس خونم نبودم. عملا درسی نبود که منو کنجکاو بکنه بخوام واقعا برم سمتش، علاقه خاصی نشون بدم بهش. فیزیک، شیمی، نمیدونم ریاضی، ورزش، اینا واقعا اونقدر منو جذب نمی‌کرد. ولی در ساید مقابلش طراحی برای من یک چیزی بود که همیشه دنیایی بود که واقعا کنجکاوم میکرد و دوست داشتم برم سمتش. یعنی عملا میشستم کلی دفتر نقاشی داشتم که توش طراحی میکردم از چراغ خودرو، چون یه تایمی من دوست داشتم برم سمت طراحی صنعتی خودرو و عملا یک دید هنری داشتم تا دید مهندسی. تو خب وقتی زمان دانشگاه رسید عملا تایم انتخاب واحد بود و یه سری حالا مسیرهایی جلوم بود که بعضیش میدونستم شاید با شکست باشه، بعضیش هم هیچ اطلاعی نداشتم و معماری رو اونجا انتخاب کردم به خاطر اینکه دید طراحی گونه داشت تا مهندسی طور. یعنی مسائلی که در رابطه با مهندسی توی رشته معماری داریم درست هست ولی نسبت به رشته مثل عمران خب قاعدتا کمتر بود و این بود که اصلا کلا رفتم مسیر معماری رو انتخاب کردم و کامل 180 درجه همه چی عوض شد. یعنی علاقه خیلی زیادی داشتم، اما نه صرف حالا پایان نامه هامون، صرف زمان حین طول ترم مثلا بعضی وقتا میشد دو شب واقعا کامل نخوابیم، یا حالا پایان ترم باز بیشتر و این برای من اصلا چالش نبود، ولی در صورتی که مثلا برای خیلی شاید چالش بود. حالا این به نظر من از رو علاقه میاد، برای همین میگم آقا هر کسی که یک حالا رشته ای رو یا یک کاری رو از رو علاقه انتخاب بکنه عملا میتونه آدم موفقی باشه. اینو واقعا بهش اعتقاد دارم. یعنی شاید یک کاری باشه از دید ما یا یک رشته‌ای باشه که از دید ما اصلا چندان جالب نباشه ولی اون آدم میتونه تو اون رشته واقعا آدم موفق بشه. این بود مسیری که من اومدم کلا معماری رو انتخاب کردم و خب در انتها هم وقتی رسید به عکاسی، در حال حاضر رسید به عکاسی معماری، یعنی باز وارد حیطه‌ای شدم که عملاً هم به معماری مربوط میشه هم به عکاسی. یعنی تخصصی هم هست که کمتر تو ایران پرداخته شده بهش، بیشتر از روی تجربه خیلی رفتن سمتش. یعنی به صورت رشته آکادمیک نبوده تو دانشگاه ها که بخواد تدریس بشه و یه رشته تقریبا یونیکیه. تو خارج از ایران راحت تر بچه ها بهش دسترسی دارن توی سری کشورها ولی تو ایران نه. ولی خب الان خیلی علاقه نشون میدن خیلی ها توی این رشته و توی این فیلد. اینم خیلی بر من جالبه. چطور حالا با این رشته آشنا شدین؟ یعنی همونطور که میگین اول بپرسم که کدوم دانشگاه بودین برای معماری تو ایران؟ من دانشگاه رامسر بودم، شمال ایران. مشخص از تصاویرتون که اون منطقه رو چقدر دوست دارید. میخوام بدونم که شما گفتین که مثلا درس عکاسی از محیط‌های معماری توی سرفصل درس دانشگاهتون نبوده. چطور با این تایتل آشنا شدین؟ میخوام برگردم مثلا چه سالی میشه وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل شدین؟ چند سال پیش میشه؟ اون موقع چطور آشنایی پیدا کردین؟ من 94 فارغ التحصیل شدم. تو این مسیر خب یه سری اتفاقات افتاد. آشنایی من با یکی از دوستان خیلی عزیزم، محمد رضا کهزادی، یکی از معماران خیلی خوب کشورن که این ارتباطه خب از دهه 80 تقریبا شروع شد. من توی فیلد عکاسی خب مسابقات و کانتست های مختلف شرکت میکردم. ایشون توی
رشته طراحی و معماری شرکت میکردن. این ارتباطه از اونجا شکل، چون هر دوتا هم توی یعنی همشهری به حساب می اومدیم، ولی خب من تهران بودم، ایشون مازندران بود. این ارتباط کلامی شکل گرفت، ادامه پیدا کرد تا زمان دانشگاه. من برای خرید لوازم ماکت سازی رفتم توی یکی از فروشگاه، دیدم ایشون هم اونجاست و دیگه یعنی یه جورایی وارد این شدم که آقا هم عکاسی هم معماریه و خب در رابطه با این مسائل ما تعامل میکردیم و صحبت میکردیم و بازم میگم شاید خواسته نبوده، یعنی من خودم دنبالش نرفتم ولی پیش اومده برام، یعنی تو موقعیتی قرار گرفتم، تو پوزیشنی قرار گرفتم که رفتم از یک ساختمونی عکاسی کردم و دیدم که خیلی جذاب برام، خیلی اون چیزیه که دیدی که خودم دارم. مثلا به فرض زاویه های عمود، زاویه هایی که استاندارد ما باید توی حالا قواعد عکاسی معماری رعایتش بکنیم، برای من جذاب بود. یکی از دیتیلی که مثلا برای من خیلی جذابیت داشت، هنوز که هنوز برای من جذابیت داره. نیست که چون یکم OCD دارم و این روی عملا تصاویرم شاید مثلا بعضی وقتا بشه دید. این برای من جذابیت که داشت همینجور ادامه پیدا کرد. قطعا پروژه متعددی انجام دادم و همینجور این مسیر رو ادامه دادم تا به امارات. یعنی در انتهاش دیگه این علاقه وارد فضای اقتصادی مالی هم شد و خب دوست داشتم همین مسیر رو برم جلو تا ببینیم به چه صورته. چون یه چیزی که هست، حالا شاید تو سوالای جلوتر باشه، بچه ها خیلی براشون گنگه رشته‌ای که میخوان انتخاب کنن یا اون حرفه‌ای که میخوان انتخاب کنن بازار مالی داره یا نه. این حالا شاید بهتر باشه حتی جلوتر بهش بپردازیم، ولی جزء سوالات خیلی مهمیه که بچه ها همیشه اینو میپرسن و میترسن این که یک کاری رو شروع بکنن که در انتها بازار مالی نداشته باشه. ولی صرف این که ما به این تمرکز کنیم، علاقه رو کلا چشم پوشی کنیم و فکر کنیم که هرچی به بحث مالی میرسه اونو ادامه بدیم، این تهش این که 100% به موفقیت برسه امکانش نیست. حالا ما یه سری سوالایی که معمولا شنوندا میپرسن جمع کردیم و گذاشتیم برای بخش انتهایی اپیزود که وقتی تمام داستان رو گرفتیم حالا برگردیم اون سوالای مهمی که به بچه‌ها کمک میکنن رو کنار هم جمع شده داشته باشیم. و من یه سوالی داشتم، یعنی برگردیم به زمان تحصیلتون، یعنی شما تجربه کار توی دفتر معماری و پروژه های معماری نداشتین، درست؟ از همون ابتدای فارغ التحصیلی وارد عکاسی شدین. دقیقاً. من تایمی که دانشجو بودم شاید بگم در طول هفته 4 روزش رو یا 5 روزش رو عکاسی میکردم. یعنی بعد اون تایم من عکاسی نورده بلند مدت انجام میدادم. عکاسی نورده بلند مدت کلا سبکی بود که از سال 90 دنبالش بودم کار میکردم و از همون سال من مسابقات خارج از ایران شرکت میکردم و مقامی آوردم و برای من خیلی جذاب بود، چون سبک ناماشنایی نبود، نه حالا صرف ایران، تو کل دنیا تعداد عکاسی که داشتن کار میکردن خیلی محدودتر بود. تو ایران که یه نفر شاید قبل از من کار میکرد و خب این هم به واسطه تجربه است، چون عملا کسی نبوده که آدم ازش الگویی بگیره، هم به واسطه نبود تجهیزات کافیه. مثلا یکی از ابزارهای مهم برای این سبک عکاسی فیلترهای نورده‌ای بلند مدت، فیلترهای ND هستن که خب الان به وفور تو بازار هست، ولی خب اون زمان نبوده. ما از فروم عکاسی دیدم یک شخص از فرانسه 3 تا آورده، یکی بر خودش، یکی بر دوستش، یکی اضافه، که ما از اون تایم شد که واقعا یکم حرفه‌ای تر کار شروع کردیم. میشه از سال 90 تا 94 عملا در کنار رشته معماری که برای تحصیل داشتم پیش می‌بردم، بر اون بعد رزومه سازی و حالا شاید اونقدرم رزومه سازی اون لحظه تو ذهن من نبود، صرف تارگت هایی بود که من بخوام یه مجموعه‌ای درست بکنم که ارائه بدم برای حالا فضای مجازی، برای فضاهای مسابقاتی یا برای دید عموم. رفتم دنبال یه سری محتوا و مفهوم هایی که به صورت تصویری بتونم انتشارش بدم.
و آره این اتفاق افتاد. ما بیشتر تمرکز رو گذاشتیم روی عکاسی یه جورایی تو اون تایم تا معماری تقریبا شد تحصیلاتم و عکاسی شد اون تجربه‌ای که توی اون مسیر طراحی به دست آوردم. من فکر میکنم شاید توی صحبت همون یه اشاره خیلی ریزی شد به این که چه نیازی دیدی و واقعا دیدیم که توی اون تایمی که وحید شروع کرد به عکاسی آدمای خیلی کمی بودن که بخوان یه همچین کاری انجام بدن شروع بکنم. فکر میکنم که پس حالا اگه خودت میدونی به این موارد یه چیزی رو اضافه کن حتما. اینکه حالا چه نیازی دیدی که رفتی سمت عکاسی، مثلا عکاسی معماری برای شروع، و علاوه بر این ما حتی توی کارات عکاسی طبیعت هم میبینیم. یعنی اینکه حالا چه لزومی دیدی که خاصی بری سمت این دوتا موضوع عکاسی بکنی و چه نقاط خوبی بود، چه چیزایی بود که باعث ضعف بود تو توی اون تایم دیدی، مثلا نقاط قوت و نقاط ضعفی که توی پروسه یادگیری یا کسایی که بتونی ازشون، به قول خودت توی ایران گفتی کمتر کسایی بودن که من بتونم ازشون الهام بگیرم یا راهنمایی بکنم که مثلا برن سمت این. اگه اینجا رو مثلا یه کمی با هم دیگه دربارش صحبت بکنیم و اینکه من فکر میکنم کار وحید جدا از یه نیاز عادی بوده. من فکر میکنم پشتش حتما یک آرمان و یه چالشی بوده که باعث شده که تو خودتو توی این مسیر قرار بدی. مرسی از سوالت زینب. یه سوال هست که میشه خیلی بهش پرداخت چون چند وجهیه جوری. ببین از ابتداش بخوام بگم، حالا اون تایمی که من عکاسی میکنم که خیلی قبلتر برمیگرده سن 14 سالگی، یعنی مسال 90 صرف تمرکزم رو مسابقات خارج از ایران بود، ولی از 14 سالگی از سالها قبلش که دوره فکر کنم قبل از دبیرستان هم میشد دوره راهنمایی بود، من عکاسی رو تو مسابقات داخلی شرکت میکردم. این هم خیلی برمیگرده به یعنی فلش بک بزنم برمیگرده به خانواده، یعنی تو خانواده بزرگ شدم که به هنر خیلی اهمیت میدادن و این برای من یه الگویی بود. یعنی شاید تو مسیر عکاسی الگوها کم میشد وقتی که وارد یه ژانر تخصصی تر میشدیم، مثلا میگم نورده بلندمدت، ولی یکم بریم عقب‌تر الگویی داشتم که باعث شد که بیام تو این مسیر قرار بگیرم. تو اون تایمی که حالا رفرنسی نبود، کسی نبود، اینجا برمیگرده به علاقه به نظرم. یعنی هر کسی که تو اون مبحثی که داره واقعا زحمت میکشه، ریسرچ داره انجام میده و داره پیگیری میکنه، اگر رفرنسی پیدا نکرد اولا نباید ناامید بشه، میتونه به صورت تجربی انجام بده. من این کارو کردم، من فیلتر اندی نداشتم، با تلق کار کردم. یعنی تلقای مشکی رو میگرفتم که تو معماری داشتیم میذاشتم روی همدیگه، کیفیت عکس نابود میشد، ولی این کارو میکردم و لذت میبردم از خروجی، به خاطر اینکه این همون خروجی رو میداد ولی بیکیفیتشو. این آزمون خطایش هر چقدر مسیر گنگ باشه، گفتید مثلا کسی نبوده اینکه چجوری مثلا الهام گرفتی، چجوری رفتی جلو، چجوری ادامه دادی، واقعا میتونم بگم این قسمتش تجربه است. همیشه نیاز نیست در ابتدای مسیر به متخصص بر بخوریم. تو ورکشاپ ها به هنرجوها میگم من اینو، ما تو ورکشاپ هایی که داریم خیلی از بچه ها میان خیلی اعتماد به نفسشون پایینه، میگن که این ورکشاپ احتمالاً به درد ما نخوره. یعنی خودم پیش دستی میکنم و میپرسم که به خاطر اون دانشتون میگین یا اطلاعات کمتون؟ میگن آره. میگم همه کسایی که دارن میان اینجا همینن، کسی تافته جدا بافته نیست، کسی که عکاس حرفه‌ای نمیاد کلاس ورکشاپ شرکت کنه. خب و به همه بچه‌ها تو ورکشاپ‌ها اینو توضیح میدم که استرس نداشته باشن، نیازی است. اگه مسیر گنگه اشکال نداره، بذار برن، بذار بپرن تو قسمت عمیقه، بذار چالش داشته باشن. همین که بپذیرن این چالش رو و وارد مسیر بشن، اون گره ها یکی 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 باز میشه، مگه اینکه علاقه نداشته باشن.
میرسیم به بخش عکاسی طبیعت. عکاسی طبیعت که عملا شاید بگم اکثریت منو به عنوان عکاس طبیعت بشناسن. حتی وقتی اومدم امارات همه براشون سوال بود که یه عکاس طبیعت توی امارات میخواد مثلا چیکار بکنه. عکاسی طبیعت رو من از سال 94 95 شروع کردم. یعنی یه استاپی زدم روی عکاسی نورده بلند مدت و عملا کوچ کردم به سمت عکاسی طبیعت. و این دلیلش به خاطر اینه که من تو فضایی قرار گرفتم که عملا ارتباط خیلی زیادی با طبیعت داشت. یعنی من عملا بزرگ شده تهرانم ولی دانشگاهم شد شمال و زمان دانشگاه من مهاجرت کردم، عملا رفتم شمال ایران چون از بچگی ما اومدیم سمت جنوب کشور، یه چند سال جنوب بودیم، بعدم اومدیم تهران، ولی زمان دانشگاه من دوباره برگشتم به شمال. در حین این سالها این اتفاقاتی که افتاد، ما جابجایی هایی که داشتیم، این شمال رفتن و توی محیط طبیعت بودن برای من یعنی آرزوی هر سال من بود. یعنی هر سال که مدرسه شروع میشد مهر ماه، من منتظر بودم مدرسه تموم بشه، چون هیچ علاقه به درس خوندن نداشتم و علاقه من دیدن و بودن تو محیط طبیعی بود. یعنی تابستون که میشد منو خونه پیدا نمی‌کردن، یعنی خانواده منو نمیتونستن پیدا کنن. ساعت 7 صبح از خونه میرفتم بیرون، ساعت 8 شب مثلا برمیگشتم و زنگ میزدن خونه این فامیل اون فامیل تا من پیدا بشم. بودن تو اون فضا، رد شدن از مثلا تونل کندوان و وارد شدن به استان مازن، اصلا این عطر و بویی که عوض میشد و وقتی حس میکردم، یا صدای برگ درختای مثلا تبریزی تو تابستون، صدای جیرجیرکا، این نوری که از لای شاخه رد میشه، این مرزای زمین برنجکاری که ما رد میشدیم پا برنه و احساس میکردیم خاک و گلو، و میدونید ارتباط با تمام اینها عملا ریشه عکاسی طبیعت من بود. یعنی اینجوری میتونم بگم مثلا کلا ارتباط گرفتم با طبیعت خیلی عمیق بود، اینجوری بخوام بگم. و وقتی که تو محیط قرار گرفتم بعد از زمان دانشگاه، رفت آمدم بیشتر شد، ارتباطم بیشتر شد، عملا من وارد عکاسی طبیعت شدم. چون نگاه ساخته شده بود، یعنی کادر رو دیگه میشناختم، نور رو میشناختم، میدونستم تو هر محیطی قرار بگیرم چی مد نظرمه، دنبال چی هم عملا. این از همه چی مهمتره. من باز میگم برگم یه کوچولو عقب، میگم تو ورکشاپ ها به بچه ها میگم اولین اسلایدامون، فکر کنم دومی سومی اسلایدمون تو ورکشاپ اینه که چی کار میخوایم بکنیم، دنبال چی هستیم، برای چی انتخاب کردیم این فضا رو. صرف گرفتن یه عکس، نشان دادن یک مفهوم، نشون دادن حس و حالمون، یه چیزی باید پشتش باشه. برای منم اینجوری بود. یعنی وقتی وارد اون فضا می شدم دنبال یه چیز ساین خاصی بودم. حالا هر چقدر رفتم جلوتر این عمیق‌تر و بزرگتر شد. من از یه جایی میگم که الان شاید مثلا تو این سن یا با این تجربه میگم که الان عکاسی طبیعت یا اصلا عکاسی برای من مهم نیست. الان برای من مهم اینه که از اون تصویر چه تفکری از طرف بیننده میتونم دریافت بکنم و چه خطی میتونم بدم. این خیلی مهمه، خط دادن خیلی مهمه. عکاسی طبیعت تا یه جایش برای من زیبا و قشنگه، ولی من بتونم اون حفظ کردن طبیعت و اون هدفمند بودن، این که چقدر محیط زیست برای اون واجب و مهم و حیاتیه رو بتونم از توش بکشم بیرون، خیلی برای من عمیق‌تر و مهمتر در حال حاضر. یعنی در انتها فکر می‌کنم تو هر هنری میرسیم به یه جایی که یکم آرمانی تر نگاه میکنیم. یعنی فقط صرف این که من یک عکس قشنگی بگیرم، یک فیلم قشنگی بسازم و حالا یه مقامی بیاره و اینا دیگه نیست. دیگه اینجا میگه که آقا من یک فیلمی میخوام بسازم که یک هدفی پشتش باشه. مثلا اتفاقاتی که باعث مثلا
احساسات مردم رو نشون بده و حس مردم رو مثلا درک بکنه و مردم اونو خیلی راحت تر درک کنن. یه همچین چیزی رو من میخوام از یه فیلم. توی عکس هم همینه، تو هر موضوعی فکر میکنم همینه، تو طراحی هم همینه. بازم برمیگردیم به ایموشنال دیزاین. دقیقا همینطوره، اینو قبول دارم کاملا. من یه چیز فکر میکنم، یعنی از ابتدای گفتتون که داشتین میگفتید کسی نبود ازش یاد بگیرین یا الهام بخشتون باشه، یه نکته که تا اینجا که گفتین که میخوام یه هدفی داشته باشم، من فکر میکنم که حالا اگه اشتباه میکنم بگین، ولی آدم تو دوران جوانی آنچنان فکر میکنه که داره درباره اهداف و آیندهش فکر میکنه، ولی در حقیقت داره به احساسات و علاقه‌اش واکنش نشون میده. و وقتی اگه این کار رو انجام بده، واکنش نشون بده، همونطور که شما به طبیعت نشون دادین، به عکاسی نشون دادین، روش پخته میشه. وقتی بزرگ شد، حالا یه ذره سنش پخته تر شد، میتونه یه واکنش هدفمند نسبت به اون تجربه‌ای که به دست آورده انجام بده که دقیقاً اون مسیر شماست. و یعنی من فکر میکنم که موقعی که از طبیعت عکاسی میکردین یا اصلا با عکاسی کلنجار میرفتین، اگه یک معلمی بود که میگفت اینو اینجوری باید بگیری، کنجکاوی کمتری داشتین تا اینکه برین روش‌های مختلف هم یاد بگیرین. چون آدم وقتی معلم نداشته باشه فکر میکنه شاید اشتباهه، شاید باید بیشتر بگردم تا جواب درست رو پیدا کنم. اما وقتی معلم داشته باشی راحت متوقف میشی، میگی گفت جواب دیگه لازم نیست من برم بگردم. من فکر میکنم این که میگین حالا اینجا رو باید ازتون بپرسم که این که گفتین میخوام کارم هدفمند باشه، تا تصویر یک حرفی داشته باشه برای گفتن، نحوه تصویر برداریش متفاوت باشه تا یه بازخوردی بگیرم، این بعد از این بود که کار حرفه‌ایتون رو تو خارج از کشور شروع کردین؟ چون حس میکنم حالا ما قبل از اینم درباره این حرف زدیم، نوع دیدگاه ملت‌های دیگه به ملت‌های ما، و اینکه میدونم شما چقدر ایران رو دوست دارین که از تصویربرداری طبیعتتون مشخصه. حتی این تبلیغات عکس برداری با لنزهای مختلف که انجام بدیم باز توی طبیعته. من فکر می‌کنم که شاید این ربط داشته باشه به تجربتون به خارج از کشور. این درست فکر می‌کنم؟ وقتی که میای پیج وحید عباسی رو میبینی کارا رو، مثلا حالا میخوایم کم کم وارد یه کمی عکاسی محصول بشیم آروم آروم. خب وقتی عکس‌ها رو میبینیم، حالا چه از محصول باشه، چه بعضی وقتا میبینیم کنارش انسان قرار داره، یا حتی بعضی از عکس‌های معماری متوجه میشیم که برای وحید بازم طبیعت ارجحیت بیشتری داره. یعنی همه پروداکتایی که وحید عباسی عکس میگیره بازم تو طبیعت رو میبینی توش، انگار یه عنصر جدا نشدن. یعنی حتی اگه از محصول میخوای عکاسی بکنی، هیچ وقت نمیری توی یه استودیو چند تا برگ مثلا بیاری خشک بریزی یا از یه سری وسیله های دیگه استفاده بکنی. همیشه اونا توی طبیعت واقعی میبریم محصول نشون میدیم. درست. ما میخوایم بگیم که حتی واقعا حتی توی اون حالت هم این طبیعتاً برای تو بازم یه آرمانه، انگار توی اونجا بازم قرارش دادی. علاوه بر اینکه خیلی خوب توضیح دادی و نکته خیلی مهمی بود، یک برداشت کوچیکی کنارش داشتم این بود که خب وحید اومده ایران زون هم راه انداخته و محصولات میگیره باز توی طبیعته، یعنی مخلوطی از سرمایه ملی ما که طبیعته و از طرف دیگه فرهنگ ملی ما که تو ایران زون میبینیم. من میگم این بعد از تجربه خارج از کشورتون بوده، یعنی وقتی با فرهنگ‌های دیگه مواجه شدین، چه سمت خاورمیانه چه سمت شرق آسیا، بازخوردی که از ایران گرفتین نسبت از افراد خارج از کشور باعث شده که بیشتر به این بپردازین که نشونش بدین؟ خب اینو اگه بخوام توضیح بدم دقیقاً درست، یعنی درست فکر میکنم حد زدی، به خاطر اینکه من وقتی از ایران میام یک محتوایی میزنم و این محتوای تولید میکنم، میبینم که چقدر مردم تحت تاثیر قرار میگیرن، چه تو فضای داخل چه تو فضای خارج از ایران. هر چقدر جلوتر رفتم این پررنگتر شد. من یه چیزی که دارم، یعنی یه چیزی که هست و به نظرم خیلی مهمه،
اینه که اگر ما اثری تولید میکنیم باید حرفی برای گفتن داشته باشه. یادم میاد میرفتم خانه هنرمندان یا یه سری نمایشگاه عکسایی که حالا توی گالری مختلف تو تهران برگزار میشد، میدم اثر مثلا 2 متری چاپ شده ولی زده آنتایتل. و یا شنیدم از بعضی ها که اثر باید خودش حرفشو بزنه. کی گفته این حرفو؟ اصلا من اینو قبول ندارم، اصلا اینو باورم ندارم. من نمیتونم بدونم پشت اون هنر چیه. من برداشت شخصی دارم. شاید ایده اون آرتیست برای کل اون نمایشگاه این کانسپت باشه که برداشت منو ببینه، ولی اینکه من ندونم اون آرتیست چه هدفی داشته پشتش همیشه منو اذیت میکنه. برای همین تمامی اثراتی که تولید میکنم جدای از بحث پروداکت هایی که دارم نشون میدم باید یک ساینی داشته باشه، باید یک چیزی رو نشون بده. اگه از دماوند عکس میگیرم، دماوند یک نماده، دماوند فقط یک کوه نیست. بعضی حالا صرف کامنت هایی که میاد، نظراتی که میاد، پیام هایی که میاد، خیلی فیدبک ها مثبته، ولی این وسط ها بعضی وقتا از این پیام ها هم دریافت میکنم که خب این یک کوهه. یعنی اون انسان، اون فرد که نظر میده هنوز مثلا به اون نقطه نرسیده که بدون مثلا جایگاه هر چیزی چقدر ارزشمنده و این نمادها رو ما از دست بدیم، این هویت رو کامل از دست دادیم، هویت خودمون از دست دادیم. دماوند یک مثال بود. اگه از روستا بگم، چند روز پیش یه توییتی گذاشتم که روستاها این آخرین نسل افرادی هستن که تو روستا دارن زندگی میکنن، ما از اینها تصویر گرفتیم و اینها، و دیگه بچه های اینا، فرزندان اینها دیگه توی روستا نیستن، اینها وارد شهر شدن برای پیدا کردن کار، چون دیگه تو روستا کاری نیست، درآمدزایی سخته. و کامنتی دریافت کردم بین باز کامنت های افراد مختلف این بود که اصلا برای چی باید باشه، اصلا برای چی روستا و با عشایر باید حفظ شن؟ به خاطر سرمایه ملی هست، به خاطر اینکه بخشی از هویت ایرانن، به خاطر اینکه فرهنگ ما از این جاها شکل گرفته و بخش اعظمی از مردم ما از روستاها هستن. و گفتن 10,000 نفر کلا تو روستا بیشتر، 10,000 نفر عشایر داریم که اینم زندگی نمیدونم رقت برانگیز ایران رو نشون میده. یعنی نگاه میکنم میبینم که چقدر مثلا نگاه منفیه و چقدر اصلا بسته است. یعنی اصلا با این آدم حتی نمیشه وارد صحبت شد در رابطه با ایران، در رابطه با فرهنگ. کیمیا پرسید خارج از ایران تأثیر گذاشت، دوباره باز میگم آره تأثیرگذار بود. ایرانی ها و غیر ایرانی هایی که خارج از ایران بودن خیلی تو این مسیر به من اصلا کمک کردن، خیلی بهم نشون دادن که چقدر میتونه اون محتوا ارزشمند باشه. من اومدم از ایران محتوا درست کردم، از جنگل های هیرکانی اومدم عکاسی کردم، ویدیو گرفتم. حالا من اگه برم از جنگل های یلوستون تو آمریکا عکاسی بکنم، آیا همین تاثیرگذاری رو داره؟ قطعا نه. قطعا شاید عکس قشنگ بشه، زیبا باشه، نورش، رنگش، کادرش حتی بهتر از اینجا، ولی اون تاثیرگذاری رو نداره. من دنبال تاثیرگذار بودنم، دنبال دیگه عکس خوب گرفتن فقط نیستم. چرا طلوع عکس دماوندم بازخورد و فیدبک خیلی زیادی داشت؟ چون توی برهه زمانی من اونو عکاسی کردم که تو ایران انگار نیاز بود همچین چیزی دیده بشه. بعد از هر شب سیاهی یک طلوع سفیدی هست و اون 5 ثانیه اولی بود که روی نوک قله دماوند نور خورشید خورده بود و با شرایطی که از اون سفر توضیح دادم چقدر سخت بود، نمیدونم فشار هوا رو من تأثیر گذاشت. اصلا روز قبلش نتونستم، ما سفرمون 1 روز و نصف بود، اصلا اون روز اول از اون شب و کهکشان راه شیری دقیقاً بالای دماوند حرکت میکرد، نتونستم محتوایی بگیرم و با خیلی فشار زیاد خوابیدم و 5 صبح با سرمایه مثلا -8 درجه بیدار شدم. یعنی واقعا داشتم یخ میزدم مثلا اونجا تو اون شرایط. حتی نمیخواستم از اون کیسه خواب، از اون فضای امنی که تو چادر داشتم بیام بیرون و برم عکس بگیرم، ولی رفتم. این میگم بعضی وقتا باید بپری تو قسمت عمیق، حتی از اون از اون حوزه امنی که واسه خود ساختی باید خارج بشی. همون چادر همون حوزه امنه، کیسه خواب اون حوزه امنه.
از اون باید خارج بشی که اون خروجی رو بگیری. و خروجی رو گرفتم و واقعا یکی از اثرات خیلی خوب و جذاب از دید خودم بوده و آره تاثیرگذار بوده و همینجور هم تاثیرگذار خواهد بود توی این مسیره، چون شما توی پروسه طراحی تا فاینال یه پروژه کامنت های مختلفی میگیری، نگاه های متفاوتی رو میبینی و هر چقدر نگاه قوی تر باشه، جذاب تر باشه، شما باز محکم تر ادامه میدی و حتی اگر به نظر من منفی هم باشه شما محکم تر ادامه میدی. یعنی ما باید پذیرای یه سری نظرهایی باشیم که حتی میتونن در آینده رو کار ما تأثیر بذارن، ولی تأثیر مثبت نه تأثیر منفی. اما یاد موضوع میفتم که قبلا با هم حرف زدیم، این که شما میگین نظرات بقیه، توجه به نظرات بقیه خیلی تأثیر گذاره روی خروجی کار خودمون. تجربه زندگی که داریم، رفرنس هایی که ازش استفاده میکنیم نسبت به گفتگو قبلیمون، سوال من این که چه رفرنس هایی دارین که تأثیر گذار بوده توی کارتون؟ حالا ما موقع با عنوان مطالعه مطرح کردیم اینکه چه نوع مطالعه دارین، چون نوع مطالعه برای عکاسی خیلی متفاوت با نوع مطالعه برای رشته های دیگه. خودم اینو میخوام بپرسم که رفرنس های شما چیه؟ رفرنس از دید این که اگر کسی بخواد وارد این فضا بشه چطور میتونه موفق باشه، یعنی چه دیتایی رو باید از کجا به دست بیاره، منظورتون اینه؟ هر دو، یعنی هم بخش تکنیکال کار که چطور به یک عکاس حرفه‌ای تبدیل بشه، از طرف دیگه چطور یه ادویه‌ای به کارش اضافه کنه که متفاوت بشه نسبت به بقیه. شاید هم بشه اون قسمت این که چه شکل خودتو آپدیت نگه داریم، یعنی چون محتوا دیگه دسته بندی میشه از یه جایی به بعد، نیاز داری که خودتو آپدیت نگه داری. درسته. خب ببین من 14 سالگی عکاسی که شروع کردم عکس دیدم، عکس زیاد دیدم، یعنی عملا میتونم بگم آکادمیک نبوده و تجربی بوده، ولی مسیر برای من مشخص بوده. من به واسطه خب پدرم که تو فضای هنری بود عکاسی میکرد، رشتهشون عکاسی نبود، پدرم از روی علاقه اونم ادامه داده، از روی مهندسی عمران خونده، در کنارش عکاسی میکرده. سایت هایی رو به من معرفی کرد که اون سایت ها تو نگاه من تاثیرگذار بود. یعنی من یه رفرنسی داشتم، رفرنس درستی داشتم. مثلا الان من نمیتونم هیچ وقت اینستاگرامو یا حالا فضای این چنینی تو سوشال مدیا بگم رفرنس. اصلا بدترین رفرنس اگه بخوای بگی اینه. بهترین رفرنس سایت هایی که به صورت مرجع، یعنی یه جوری که مسابقات عکاسی دارن سالانه میذارن، اواردز هایی دارن، اینها میتونن تو نگاه شما تاثیر بذارن. یعنی من یکی میگه که من نمیدونم چه سبک عکاسی رو انتخاب بکنم، هنوز گیجم که بیام عکاسی خیابونی رو انتخاب کنم، غالبا هم میرن این سن عکاسی خیابونی، عکاسی خیابونی رو انتخاب کنم، عکاسی نمیدونم طبیعت رو انتخاب کنم، عکاسی پورترت، کدوم انتخاب کنم؟ گنگه، درسته؟ و من نمیتونم اینجا بهش بگم که برو دنبال این، چون میگه من اینو دوست دارم اینم دوست دارم. من بهش میگم که این سایت ها هست و شما میتونی بری کاتگوری های مختلف رو ببینی و عکس های خوب رو ببینی اونجا و الگو بگیری. ما حتی کپی برداری هم، اگه من بعضی وقتا میگم آقا حتی یه استیج میکنه طرف، مثلا یه عکس رو میبینه میگه من این کار رو میخوام انجام بدم، عین همونو میره اجرا میکنه، من میگم عین همونو بره اجرا بکنه، اصلا مشکلی نداره، دنبال یادگیریه. بعدن که ساینش مشخص شد میتونه اون امضای خودش رو داشته باشه تو کار، هیچ مشکلی نداره. این بخش اولیه، چون نمیدونه، چون میخواد یه نفری باشه که بهش یاد بده. چون ما نگاه کنید تو بخش تجربی، یعنی بخوام آکادمیک و تجربی رو اینجا با هم تلفیق کنم، تو بخش آکادمیک افراد با تجربه ای رو زیاد نداریم که بیان این مباحث رو توی دانشگاه توضیح بدن. الگوها قدیمی شده، درسته بچه ها باید مثلث نورده‌ای، تناسبات طلایی، کادربندی، نمیدونم خیلی از موارد این چنینی رو بدونن یا تاریخ عکاسی رو بدونن، خب ولی تا وقتی که تو تجربی به دستش نیاری نمیتونی موفق باشی.
این تو رشته خودم، تو رشته معماری بود. ما تا یه جای استاد میومد کمک میکرد، از یه جای خودتی و خودت، از یه جای کانسپت که دیگه استاد نمیتونه در اختیارت بذاره. پس میشه تجربی، باید وارد کار بشی تا ببینی چیه. اینم من بخوام توضیح بدم، میتونم بگم که یک سری سایت هایی بودن که تو نگاه من تاثیرگذار بود. من طی 2 سال تقریبا میدونستم که کدوم سبک عکاسی رو میخوام، کادرام باید چطور باشه، این چرا تناسب این عکس اینجوریه. و خب در کنار این توی همین مسیری که دارم توی طی مثلا 3-4 سال طی میکنم، سوالاتی برام پیش میاد دیگه. قطعا میپرسم کادر بندی در عکاسی، میام سرچ میکنم توی اینترنت، برام من میاره تناسبات طلایی رو برام میاره. اینا قبلا همیشه شاید مثلا 2 دهه قبل فقط تو کتاب میتونستیم ببینیم، که من باز میگم خیلی خوبه که مثلا رفرنس های خارجی، کتابای خوبی داریم. مثلا توی کتابخونه های کتاب فروشی دوبه که میدیدم، حالا به اسم من یادم نیست، ولی آپدیت تر و کامل ترن، یعنی نگاه الان و امروزی هم توش دخیل شده. صرف فقط یک سری مطالب مربوط به استانداردهای عکاسی دیگه نیست. خطهای جدید عکاسی معلوم شده. مثلا تا 10 سال پیش عکاسی طبیعت فقط عکاسی طبیعت بود. الان عکاسی طبیعت 2 تا بخش تقسیم میشه. یه دونه عکاسی طبیعت به صورت مستنده، یه دونه عکاسی طبیعت به صورت فاین آرت. این 2 تا با هم سایناشون با هم تفاوت داره. اینا همه برمیگرد به این سیر حرکت یک هنر. و جواب سوال اگه بخوام یک بار دیگه منشن بکنم اینه که یک سری رفرنس هایی برای خود من بود که به صورت سایت ها بود، میرفتم اونها رو چک میکردم، کسایی که مقام آورده بودن اونها رو میدیدم، همزمان خودم به صورت تجربی عکاسی میکردم که ببینم یه، حالا ما میگیم قلقگیری، واقعا قلقگیری بود برای من. و به این شکل کلا از نظر ریشه‌ای برای من شکل گرفت. و شاید بگم که نه کتابی تونستم بخونم، این البته کتاب نخون بودن من یکم توش دخیل بوده، ولی سعی کردم از روی مطالبی که توی فضای اینترنت بود، فضای رفرنس هایی که حس میکنم درسته، از اونجا یک مطلبی رو ببینم، درک کنم و اجرا کنم و برم تصویر بگیرم ازش. خیلی خوب میشه اگه حالا یه سری مثلا سایت یا چنل های یوتیوب که میدونی واقعا رفرنس های خیلی خوبی هن، از طریق تو حالا به همون میدی ما در اختیار بچه ها قرار بدیم. خیلی خوب میشه اگه برامون بفرستی و ما این کار انجام بدیم. بریم سمت این که چرا رفتی سمت بخش آموزش و میدونم که جزو کسایی هستی که علاوه بر داخل ایران که حالا خودت یه سری ورکشاپ های خیلی جذاب و جالب میذاری، خارج از ایرانم میدونم خیلی جا ازت دعوت میکنن میای توضیح میدی. یه سری آخرین جایی هم که میدونم حتی رفتی و همیشه دنبال کسب تجربه هم هستی. میدونم قبل از سفر چینت بود که حتی رفتی یه سری توضیحات دادی. حالا ما وارد سفرات هم میشیم، خیلی برام دوست داریم اینا رو بدونیم. چی شد که پس رفتی سمت آموزش و اینکه چی کار کردی که به یه حدی برسی که حتی خارج از ایرانم مثلا بهت میگن که بیای براشون یه سری سوال توضیح بدی؟ حتما. آموزش فکر میکنم سنگر اصلی توی حرفه‌ای که دارم کار میکنم یا توش فعالیت میکنم. صرف کار منظورم از نظر اقتصادی نیست. سال 96-97 با اون تجربه‌ای که توی عکاسی نوردی بلند مدت به دست آورده بودم باعث شد که توی کشورهای مختلف آثاری از من هم به صورت نمایشگاه هم به صورت اواردز برنده بشه یا چاپ بشه و دیده بشه. یه توضیحی دادم در رابطه با این که من تایمی که یاد گرفتم رفرنسی نداشتم توی این موضوعات. پس 2 تا اتفاق افتاد. یکی این که از من سوال میشد که چطور به این خروجی میرسی و براشون خیلی جذاب بود. و سوال 2 این که من چطور میتونم
اینو گسترش بدم، یعنی این نگاهه رو بازتر بکنم که بتونه ببینه و تجربه به دست بیاره. وقتی نمیدونه من سخت میتونم بیام یکی پاسخگو باشم دیگه، یعنی یک زمانی رو از من قطعا خواهد گرفت. حالا اون زمان تعداد افرادی که دنبال کننده کار من بودن قطعا کمتر بود، ولی باز نسبت به این که خب من دانشجو بودم، نمیدونم وارد فضای دیگه بودم، مثلا کلا شاید چک نمی‌کردم خیلی وقتا، و همین این ایده اومد تو ذهن من که بعد از سالها فعالیت توی رشته عکاسی، من از سال اولی که چون خیلی ها میتونم بگن که من مثلا از این سال شروع کردم، کنتور که نمیندازه به اصطلاح عامیانه بخوایم بگیم، میتونه بگی من 20 سال کار کردم، ولی اینکه واقعا تو حرفه‌ای کار کرده باشی فرق میکنه. مثلا وقتی که یکی میگه من مثلا 15 سال دارم کار میکنم، سوال بعدی من چند سال داری حرفه‌ای کار میکنی؟ اونجاست که طرف مکس میکنه، میگه که خب مثلا 6 سالشو حرفه‌ای دارم کار میکنم، قبلا دوست داشتم یاد بگیرم. من تو 14 سالگی اولین مسابقه سراسری شرکت کردم و اول شدم. سال بعدش تو 15 سالگی دوباره اول شدم. یعنی مسیر من تقریبا مشخص بود، من از قدم اول میدونستم میخوام چی کار بکنم. خب من حالا بین کلامت میدونم که اولین دوربینی هم که آره داشتی به واسطه این بود که دقیقاً من سال یعنی 14 سالم بود موسیقی که برنده شدم. یه روز دیدم زنگ خونه رو زدن، حالا نمیدونم تایم داریم در تو این چیز صحبت بکنیم و بگم اینو. دیدم یه بسته اومده به اسم خودم. خب کنجکاو میشدم، مثلا چند سالم بود مگه، نگاه میکردم دیدم خب به اسم منه، خب اگه بسته میاد به اسم خانواده میاد. باز کردم دیدم که یک کتاب عکسیه با یه لوح تقدیر رو با یک گلی که عکس من رو جلد کتاب رفته بود، رو 5000 تیراژ کتاب چاپ شده بود و برای یه نفر که تو سن 14 سالگی خیلی رویاییه، خیلی چیز بزرگی رو 5000 تا کتاب چاپ شده باشه. سال بعدش دوباره مصممتر شرکت کردم و تو اون سال من دوباره باز نفر اول شدم و جایزش بر من این سری دیگه متفاوت بود، چون دیدم یک به جای یک پاکت یک جعبه اومد. جعبه واقعا خیلی جذاب، هنوز بهش فکر میکنم، تو اون سن خیلی بر من بزرگ بود همچین چیزی. باز کردم و اون شد اولین و شیرین ترین تجربه من، میتونم بگم. من سالهای بعد دوربین های متعددی خریدم، تجهیزات متعددی اضافه شد، دوربین های هوایی پهپادها اضافه شد، ولی هیچ وقت اون شیرینی سن 15 سالگی شاید هیچ وقت تجربه نشد، چون یک دیوایسی بود که متفاوت زحمت کشیده بودم براش. و اون اولین دوربین من بود، دوربین اولمپیوس 7 مگاپیکسلی بود. هنوز که هنوز بعد سالیان سال کار کردن تو حوزه عکاسی تصویربرداری، باز یه ارادت خاصی به برند اولمپیوس دارم، خیلی دوستش دارم. و آره اینو خواستم حالا یه توضیحی در رابطه با اینم بدم. کجای صحبت بودیم؟ بعضی وقتا من میرم وارد مسیرهای خاکی میشم. آره داشتیم درباره آموزش صحبت می‌کردیم. تو برای همین یعنی دوتا عامل به وجود اومد تو ذهن من که خب من برم سمت بحث آموزش. قشنگ یادم هست من اون زمان خب به حال یه سری اساتید داشتم، هم پدرم بود هم افرادی بودن که کارهاشون رو توی مثلا دهه 80 تو سایت عکاسی.com میدیدم و حتما تماس گرفتم باشون، صحبت کردم که آیا من مثلا در سطح برگزاری کلاس الان هستم یا نه. مطالبمو باشون شیر کردم، گفتم در تو چی میخوام توضیح بدم و خب مشخص بود وقتی که یک تجربه به دست آوردم جوابها نه نیست، ولی خب یه سری خطها دادن هست از روی تجربه‌ای که به حال اونها داشتن اون افراد. و خب من استارت زدم. یعنی اولین کلاس من استان گیلان بود، شهر رشت بود، تو یک روز بارونی با تعداد هنرجوی خیلی محدود، فکر می‌کنم 5 نفر هنرجو داشتم و کلاسمون استارت خورد و خیلی برای من جذاب بود و سنگین. یعنی میگن کسی که شطرنج داره بازی میکنه کالری خیلی زیادی داره میسوزونه، به نظرم کسی که داره تدریس میکنم یه همچین چیزی هست، یعنی خیلی داره زحمت میکشه برای اینکه یک مطلبی رو شفاف و درست برسونه به هنرجوش. ادامه پیدا کرد. از همون سالی من
2 تا یکی ورکشاپ میذاشتم تا مثلا پارسال که شمردم حکم 8 تا 9 تا ما ورکشاپ داشتیم تو تهران، تو ایران. و اینم بگم بحث تدریس بر من تا همین الانش صرف درآمدزاییش نبود، صرف علاقه من بود برای اینکه یک فضایی رو مشخص کنم برای افرادی که بیان یاد بگیرن، تجربه کنن، باشن تو اون فضا، ببینن. مردم میترسن، کسی که دنبال یادگیری و میگه من نمیتونم، اصلا چشم بسته میگه من نمیتونم. چرا نمیتونی؟ اون اعتماد به نفس پایینیه که داره، بعضی وقتا باعث میشه که نمیتونمه غالب باشه تو ذهنش. ما فضایی رو مشخص میکنیم که این کم کم حذف بشه، کم رنگ بشه. نمیتونمه برای منی که خب دوربین نداشتم ولی عکس گرفتم و دوربین دار شدم، خیلی منطقی به نظر اومد دیگه. بعدن رفتم جلوتر، هی بیشتر این استرس ریخ، بیشتر کنجکاو شدم و اون ریشه ها شکل گرفت و عملا ادامه دادم اون مسیر رو. پس نمیتونمی در کار نیست، اون اعتماد به نفس پایینه که باید کم بشه یا کم رنگ بشه یا حذف بشه. و خب آره، این بود مسیر تدریس من که تا اینجا ادامه پیدا کرد. ولی خب دیگه اومدیم تو فصل زمستون، ورکشاپ های طبیعت تا تو زمستون دیگه از بین میره، یعنی به خاطر درصد ریسک بالاش و خیلی خطراتی که داره تو طبیعت ما میذاریمش معمولا همون بهار تا تیر ماه، تا قبل از تیر ماه ورکشاپ ها رو تو اون تایم برگزار میکنیم تا دوباره استاپ میشه تو تابستون به خاطر گرمای هوا و خشکی و این داستان ها. دوباره از مهر ماه ورکشاپ داریم غالبا تا آذر ماه. یه موضوعی در رابطه با آموزش که فکر کنم زمان خوبیه که بیم سوال شنوندگان رو بپرسیم، اما قبل از اون در رابطه با موضوع آموزش یه موضوعی که هست، معمولا تعداد افراد زیادی میبینیم که با یه کم تجربه کاری شروع میکنن با آموزش و ساخت پکیج و این موضوعات که اون موقع بیشتر به خاطر بخش مالی دیده میشه. اما متاسفانه اسم اون استاد رو یادم رفت، تو بخش سئو سایت خیلی فعال میکنه، میگه که زمانی قبلا همه چیزو برای خودش نگه میداشت تا اینکه کار خودش فقط دیده بشه، از همه بهتر باشه، ولی بعد از یه مدتی فهمید که باید آموزش بده، چون وقتی تو آموزش بدی هم یکی اینکه خودت بیشتر میری یاد میگیری، بهتر نگاه میکنی به اطرافت، دو اینکه بازار بزرگتری برای رشته خودت ایجاد میکنی. یعنی هر چقدر آدم متخصص و حرفه‌ای تو اکوسیستم تو بیشتر باشن، بازار کار بزرگتری هم هست و خب این خیلی به هم مرتبطه. یعنی انگار آموزش چاقو دولبه است که ممکنه از یه طرف بد دیده بشه ولی در عین حال خیلی مفید و لازمه که جامعه آموزش دیده بشه وقتی ما یه محیط آکادمیک حرفه‌ای نداریم. درسته، دقیقاً همین آخرین جمله‌ای که گفتیم، ما محیط آکادمیک حرفه‌ای نداریم، برای همین باعث شده همچین ناهنجاری های شکل بگیره. میتونم ناهنجاری بگم واقعا اسمشو. ببینین، آموزش دادن یک مهارته که توی سالیان سال با کسب تجربه‌ای که از رو اتفاقات، از رو هنر، از رو هر چیزی که شما به دست میاری شکل میگیره. اینجوری نیستش که من 1 ساله دارم کار میکنم، حالا به واسطه 2 تا ویدیو، 2 تا تصویر مثلا قشنگم و ترندم، که بر هم میگم فضای مجازی این چیزاش بده، ترند شده و حالا میگم خب من دیده شدم، من الان وقتشه که آموزش بدم، الان مردم اینو میخوان. ببینید، درست مالی برای هنرمند مهمه، برای همه هنرمندا. چرا؟ چون همه دغدغه‌شون اینه که چرا از هنر پول در نمیاد، چرا اونجوری که باید اون جایگاهی که داره دیده نمیشه. این به خاطر اون فضایی که برای ما درست از اول تعریف نکن، برای ما، برای مردمه. چرا عکس سرقت میشه؟ چرا یه ویدیو صدا سیما میتونه بیاد مثلا بردار استفاده کن و بگی هر کاری میخوای بکنی بکن؟ کی این فضا رو برای اینها به وجود آورده؟ میدونی؟ پس تقصیر هنرمند که نیست، یه جوری تقصیر آموزشه باز. یعنی از ابتدا به ما خیلی از مسائل آموزش ندادن، از ابتدا به ما آموزش ندادن که چطور وارد بازار کار بشیم، چطور
ارتباط بگیریم، چطور تیم ورک کار کنیم. این چطورها برای ما حل نشده. ما حالا اومدیم وارد یه فضایی شدیم که خودمون باید این چطورها رو با دیدگاه خودمون جواب بدیم و این میشه که هر کسی میاد هر کاری که دوست داره رو انجام میده، میگه خب این من میخوام الان آموزش بدم. ولی به نظر من آموزش داده، حالا من توی خانواده بزرگ شدم که مبحث آموزشم خیلی مهمه. من 3 عمه معلم دارم، دیگه الان بازنشسته شدن. آموزش خیلی نگاه متفاوت تری بود. من حالا دیدگاه خودم آموزش خیلی مقدسه و اینکه یه نفر زمان میذاره از یه خانومی از مثلا خراسان، از تربت حیدریه 4 بار میاد تو ورکشاپ های من شرکت میکنه و باز منتظر من ورکشاپ بزنم. یه خانم از چابهار پا میشه میاد، از بوشهر پا میشه میاد. این برای من خیلی ارزشمنده. این نگاهو شاید خیلی نداشته باشن، شاید اون بنفیته فقط براشون مهم باشه. من میخوام خب کاست ورکشاپ من اینقدر، هزینه ورکشاپ من اینقدر، میخوام اینقدر درآمدزایی بکنم. درسته؟ یه سری افراد به این شکل نگاه میکنن. من میگم مهم هست، ولی نه اینکه تمام تمرکز و وقت و فکر و ذکر ما این باشه که ما میخوام از بعد مالی به این قضیه نگاه کنیم، چون باز اون چیزی که ما میخوام در انتها نخواهد بود. چرا نخواهد بود؟ من وحید عباسی 5 سال دیگه خودم، 10 سال دیگه خودم تو آموزش کجا هستم؟ چقدر آپدیتم؟ چقدر هنوز افراد میان سمت من برای یادگیری؟ خب پس این میگم فقط بنفیت مالی نهاد باشه. شما وقتتون بزنید رو اینکه چه چیزهایی تو خودتون میتونین بهتر بکنین، بهبود بدین، برای اینکه یک خطی بدین به مردم. من دنبال خط دادنم، دنبال اینم که یک فردی رو از توی عکاسی طبیعت بکشونم به این سمت که چقدر محیط زیست میتونه مهم باشه برای ما. ما تو چون گفتین عکاسی طبیعت، اینم بگم ما کلی عکاسی داریم که یا تصویربردار یا تولید کننده محتوا داریم که تو حوزه طبیعت فعالن، تو حوزه محیط زیست، تو حوزه میراث ایران، میراث فرهنگی فعالن. ولی چند درصدشون میان به مثلا فرونشست زمین توی مثلا استان فارس، توی تخت جمشید میپردازن؟ این همه تصویر تخت جمشید هست. 40,000 بار، 50,000 بار، 60,000 بار من دیدم بچه ها ویدیوشون شیر شده، یا نمیدونم ویدیوشون مثلا میلیونی ویو خورده. یه صدای استاد شجریان میذارن روش و به قول رئیس جمهور قبلی علی برکت الله واقعا دنبال اینن که فقط دیده بشه. آیا اون افراد تاثیرگذار هستن روی افراد جامعه؟ تو همون افراد تو اشل خودشون، افرادی که اینها رو دنبال میکنن. این برای من مهمه. چرا؟ چون من دارم از طبیعت استفاده میکنم، من دارم عکس میگیرم. اون عکس یک روزی امکان داره فروش بره، یک روزی بره وارد نمایشگاه بشه، یک روزی چاپ بشه. اصلا اینها هم نه، افرادی هستن میان اینو میبینن، لذت میبرن، کلی کامنت و نظر مثبت میگیرم از اون قضیه و خوشحالم که اون چیزی که میخواستم و یه جورایی نشون دادم. خب ولی آیا من به اون فضا چیزی میرسونم؟ آیا اون جنگلی که من دارم مثلا 12-13 ساله میرم، الان مثلا کامل جنگله از بین رفته، تک و توک توش درخت میبینم، اصلا دلم دیگه نمیخواد اونجا برم، آیا من برای اونجا کاری انجام دادم؟ من اینو خیلی دوست دارم تو کلاسام در کنار عکاسی طبیعت به هنرجوام یاد بدم که اگه ما واقعا از یک چیزی داریم استفاده میکنیم، الهام میگیریم، نیاز هست به اون موضوع بپردازیم. صرف فقط منفعت ما از اون نیست. یه بده بستونی باشه این وسط. دقیقاً یه بده بستونه. من روابطم و دوستامم به همین شکله. به نظرم واقعا منطقی ترینش اینه. شما اگه همیشه یک کاری رو برای طرف مقابل بکنی، ولی نمیگم حالا انتظار داشتن، ولی هیچی از طرف مقابل نبینی، میشه یک دوستی یک طرفه، میشه یک دوستی خاله خرسه. ولی وقتی که این دو طرفه باشه، رفت و برگشتی باشه، این همیشه این مستحکمتر میشه، این ریشه قویتر میشه، محکم میشه. اینه تو طبیعت هم همینه. هر چقدر شما بنفیت بهتری بدی به اون فضا خیلی بهتر شکل میگیره، اون افراد خیلی اهمیت میدن به اونجا.
ما این نگاه رو خیلی وقتا نداریم. خب بریم سر موضوع عکاسی محصول، یه ذره بیایم سمت بچه‌های طراحی صنعتی و کاری که ما انجام میدیم و مثلا یه پروژه تقریبا فکر کنم پروژه آخری هم که توی ایران داشتی و این مال کرمان موتور بود، درست میگم؟ بله بر کرمان موتور. خب و این عکاسی محصول از کجا شروع کردی؟ از کی شروع کردی عکاسی محصول و اینکه کلا چالش‌های این مسیر چجوریه؟ ببین عکاسی محصول اول از روی علاقه انجام دادم. یعنی سفر که میرفتیم از وسیله هایی که خودم داشتم، مثلا از دوربین، از خودروم، از ابزارم عکس میگرفتم، نشون میدادم یه جوری که با چه چیزهایی دارم کار میکنم به صورت روزمره. چون سوالا وقتی کوئسچن باکس گذاشتم، چجوری میری اینجا، دوربینه چیه، لنزه چیه، اینجا چه تنظیماتی داشتیم. بر همین این نشون دادن ابزار یا وسیله یا اون پروداکت که داشتم ازش استفاده میکنم به این شکل به وجود اومد. رفتیم جلوتر. من تایمی بود که میخواستم مهاجرت کنم برم کانادا. تو آنکارا بودم برای انگشت نگاری و اونجا یک پیامی دریافت کردم از سنمارک آمریکا که دوست داریم مثلا همکاری کنیم باهاتون و اگر وسیله هست مثلا دوست داشته باشین استفاده کنیم و براتون بفرستیم. من اونجا اولین همکاریم سال 99 بود فکر میکنم، 98-99 به صورت رسمی با سنمارک شکل گرفت و اینها پروداکت بر من ارسال کردن و ما خروجی برشون گرفتیم و این پروسه رفت و برگشتی شد. یعنی دوباره سال بعد محصول بعدی، دیوایس بعدی و رضایت رو من سعی کردم حفظ کنم. و من برای هر سفرم، چون زینب یه سوالی پرسید گفت نمیه تو فضای مصنوعی و محتوا بگیری، حتی نمیه مثلا 4 تا گل بگیری بیاری مثلا چی میگن دیزاین کنی حالا یه عکس. من برای هر پروداکتی که خیلی مهم باشه، اثرگذار باشه تو کار، یک سفر تعیین میکنم و اینو واقعا میتونم بگم خیلی ها این کارو اصلا نمیکنن. شاید بکنم استوری تلینگ میشه. آره ببین قشنگ، آره دقیقاً. یعنی من پا میشم از دبی میام ایران، از تهران میرم شمال، از شمال میرم جنگل، وارد طبیعت میشم، تصویر میگیرم، عکس میگیرم و برمیگردم و اینو ادیت میکنم و چرا شرکت ها با من ادامه همکاری میدن؟ یه دلیل داره دیگه. من یه لحظه یه استاپی بدم اینو، آره که این سوال داره خیلی اینو ازت بپرسم. فکر کنم توی صحبتات شروع میشه اینکه چجوری ما توی پروژه‌ام رفتار بکنیم که بتونیم کارفرما رو نگه داریم که بتونه بهمون بازم پروژه بده و باش بریم جلو. فکر کنم از اینجا دیگه کم کم شروع میشه وقتی بخوام برام توضیح بده. آره، اولین و مهمترین چیزی که به نظر من تاثیرگذار هست احترام به اون کلاینت و اون شرکتی که داری باش کار میکنی. شما وقتی که ارزش اون محصول اون شرکت رو مهم جلوه میکنی و براش چارتی تعیین میکنی که توش مشخصه من میخوام یه پلنی بذارم، یعنی به شرکت اطلاع میدی من دارم سفر میرم، یعنی تا وقتی هم که نگی شاید اون نمیدونه، فکر کنه خونت کنار جنگله. این خیلی جواب بگی اینو، بگی من دارم یک سفر میرم، سفرم خارج از اون محدوده‌ای که دارم زندگی میکنم، برای اون سفر دارم وقت میذارم، عکس برات میگیرم یا ویدیو میگیرم بستگی به کانترکتی هست که بین شما و اون شرکته و اینها رو من حالا بهت میرسونم، های کوالیتی هم باشه که میتونیم با هم دیگه، یا چون بعضی شرکت ها خب میان هزینه هم بابتش میپردازن، یه سری شرکت ها نه هزینه ای نیست، صرف همکاری روی دیوایس و تجهیزات. خب مثلا میگه من یک تجهیزاتی دارم بهت میدم، مثلا ارزش قیمتش 70 میلیون 60 میلیون 50 میلیون تومانه به قیمت حالا ایران. خب خودش هزینه بالاییه. میگه من دیگه مثلا هزینه نمیکنم برای تولید محتواش این شکلی. و این بحث احترام گذاشتن به شرکت باعث میشه که این تداوم کار باشه، چون اون میفهمه، اون میبینه که شما دارین ارزش قائلین برای کارش، برای پروداکتش و دوباره با فیدبک هایی که شما میدین از رو عکس‌ها و چیزی که از شما دریافت میکنن این همکاری رو ادامه میدن. ولی نمونه برعکسش،
شما اینو به شکل یک همکاری کوتاه مدت نگاه می‌کنید. من یه دیوایسی گرفتم، حالا بعدا میزنم، اینجا دیگه خراب کرد. شرکتی میگه خب من اینو بهش دادم، اعتماد کردم، ولی هنوز هیچ کاری نکرده، هنوز هیچ چیزی تحویل نده. یعنی چی؟ یعنی پس ناامید میشه اینجا یه جورایی. و اینکه شما بتونین یک شرکت رو نگه دارین برمیگردین که چقدر به اون تعهداتتون و همینطور چقدر احترام میذارین به اون شرکت، اهمیت میدین. به این دوتا مورد که اهمیت بدین خودش عملا اون قالب شکل میگیره. آره. من اینجا 2 سوال بپرسم زینب، چون خیلی دوست دارم سوال بپرسم، چون مبحث عکاسی از محصول رو باز کردیم. خیلی سوال ساده ها، ولی خیلی دوست دارم بپرسم که الان فرضی که وجود داره یا وقتی ازشگاه میای بیرون اینجوری بهت غلبه میکنه که رندر حرفه‌ای یه نوعی رقیب برای عکاسی از محصول، به نظر شما عکاسی از محصول واقعی چه برتری داره که مثلا یه شرکتی مثل کرمان موتور نمیاد از حالا کرمان موتور محصولش بزرگه، حالا شرکت های دیگه نمیان از یه رندر حرفه‌ای استفاده کنن؟ ما چون خودمون توی نیلپر هم این مشکل رو داریم، بعضی معتقدن که با رندر بگیری، بعضی معتقدن با از محصول عکاسی کنی برای تبلیغات و برای سایت ها. به نظرتون ویژگی هر کدوم دقیقاً چیه؟ اوکی، ببینین قدیم یه جوری بود که یعنی قدیم چند سال قبل رو میگم، اینجوری بود که رندر گرفتن از نظر کاست و هزینه ها یه جورایی میصرفید به عکاسی و استیج کردن. الان رندر هایی که زده میشه حالا تایمیه دیگه، میگه من اینقدر زمان دارم صرف میکنم برای رندر، عملا با تایم عکاسی بعضی وقت یکی در میاد. طرف میگه خب من که دارم هزینه میکنم اینقدر، چرا مثلا پروداکت واقعیمو نهایی و فاینالمو نداشته باشم؟ تو اشل بزرگتر میری یکم متفاوت میشه. مثلا یک شرکتی مثل امار، شرکت هایی که توی امارات دارن مثلا کار بیزنس ساخت انبوه‌سازی ملک انجام میدن، مثل همین امار یکی از امار سازنده برج خلیفه است و تمام ساختمونایی که اطراف برج خلیفه است روش زده امار. امار برای شاید نصرفه بیاد عکاسی کنه، خب میاد میبره تو رندرینگ، خب پول داره دیگه. رندرینگ دیگه میاد از هر وجهی که بخوای اون خروجی رو بهت میده تو محیط، درسته؟ ولی عکاسی چی؟ اینجا میاد میگه من اینجا پرمیشن میخوام، اونجا پرمیشن میخوام، اینجا باید حتما لایسنس داشته باشم. این پروسه تولید محتوا براش زمان بر میشه. میبینه یه چند ماه فقط برای پرمیشن ها داره زمان میذاره، درسته؟ ولی توی مثلا حالا اشلای پایین تر بیایم، شرکت ها میگن آقا من این پروداکت نهاییمه، من نمیتونم اینو اونقدر طبیعی، حتی شاید توی مثلا به فرض خودرو که الان مثال زدی نسبت به طلا جواهر رو من رندرای دیدم که خودم شک کردم این رندر یا واقعیه، یعنی انقدر دیگه ریل در آورده بود اون خروجی کارو که حتی برای منی که تصویر رو میشناسم یکم سخت بود. آخر فهمیدم رندره از روی یکی دوتا مورد، ولی بها منو با فکر فرو برد. خب پس یعنی یک آدم عادی تر که حالا با خیلی چیزا شاید اونقدر ارتباط نداشته باشه سخت بتونه بفهمه که این رندر هست یا نه. خب پس یعنی کارفرما تونسته با یک حالا چی میگن صرف زمان کمتر یا حالا هزینه کمتر اون خروج خودش رو، فاینال پروژه خودش رو نشون بده. ولی تو خودرو خب ما میخوام بریم وارد جنگل بشیم، یک تایم رندرینگ بر نشون دادن اون همه شاخه برگ جنگلی چقدر میشه؟ 2 آیا عین همون چیزی که ما میخوایم بگیریم با اون جزئیات میگیره؟ آیا میتونیم اونو نشون بدیم؟ نه، جواب نه. پس برای همین میشه که یک سری شرکت ها هنوز وابستن به این که محتواشون به صورت عکس و ویدیو باشه. یا مثلا یه سری اینتریور دیزاینرها، طراحی داخلی که الان دیگه پر از چجوری میتونم اینو تعریف کنم براتون، فضایی هستن که دسترسی دارن به محتوای رندرینگ، یعنی درجا تا یه چیزی تو ذهنشون میاد، یه کانسپتی، اونو میتونن سریعا به صورت تصویری انتقال بدن به بیننده، درسته؟
ولی وقتی پروژهشون فاینال میشه اونجاست که یکم متفاوت تر میبینن، میگن این فاینال کار منه، من میخوام اینو قبل از این که کارفرمام کلاینتم بیاد اینجا بشینه تو این خونه، میخوام اینو تصویرشو داشته باشم. دیگه نمیگه رندرشو داشته باشم، یه جور دیگه نگاه میکنه. مثلا این بارهاش کاری که ساخته شده خیلی ارزش آره داره. یعنی یک جوری شده که میگه اینو من فاینال کردم، دیگه این نیست که من اینو طراحی کردم، میگه اینو من اجرا کردم، فاینال شده. اینجا یکم تمایز به وجود میاد. یا نمیگن اون لحظه دیگه فقط صرفا خودرو طراحی شده، میگن خودرو تولید شده. وقتی پابلیش میشه، وقتی که ما میریم تصویر میگیریم، دیگه از اون پروداکت نهایی که تولید شده میریم تصویر میگیریم. یعنی تفاوت این وسط این دوتا با هم دیگه داره. و این تجربه کار بخوای توی ایران مقایسه کنی با خارج از ایران، بخوای یه سری نقاط مثبت یا منفیشو بگی چیا هست؟ ببین ایران با توجه به حالا فضایی که خودم توش قرار گرفتم، میگم این هم از روی تجربه میاد، ایران خیلی فضای فوق‌العاده‌ایه برای اینکه شما کاملا توی یک حالا رشته‌ای پخته بشی. یعنی اون پختگی که شما اینجا به دست میاری رو توی محیط دومی که من زندگی کردم، کار کردم، از نظر یادگیری به دست نمیاری. خب پس اینجا فضایی که میتونم بنفیت ایران رو بگم تو بحث یادگیری، تو بحث ساخت اسکلت اون تفکری که شما دارین بهترین جاست. میشه بیشتر توضیح بدین؟ آره ناکن اینجا رفرنس های خیلی بیشتری دست، افراد خیلی بیشتری هستن که تو هر حوزه‌ای، مثلا تو حوزه گردشگری، تو حوزه محیط زیست، تو حوزه نمیدونم عکاسی، دیزاین، خیلی افراد بیشتری هستن که شما میتونین دسترسی راحت تری بهش داشته باشین. شما یه پیام میدین به طرف جوابتون میده. ولی تو فضای مثلا امارات اینجوری نیست. اونجا دیگه همه چی رفته تو قالب بیزنس. شما اگه کار داری میتونی به طرف پیام بدی، اونم پیام باید یه جوری رسمی باشه که بتونی راحت حالا وارد یعنی بحث کاری بشی باش. ولی تو بخش یادگیری تو ایران میتونم بگم با هزینه خیلی کمتر خیلی چیزها در دسترسه که توی کشور دیگه مثل امارات شاید این نیست و تو کشورهای دیگه هم شاید باز همینجوری باشه. من تجربه جای دیگر ندارم، میتونم در تو مقایسه بین دو جایی که قرار گرفتم خیلی راحت تر توضیح بدم. ولی از بابت بازار کار تو ایران نمیگم بده، تو ایران خوبه، خیلی هم خوبه هنوز که هنوزه با توجه به این شرایطی که هست. ولی شرایط اقتصادی که ما توش قرار گرفتیم باعث شده که ریزش واحد پولمون و پایین اومدن ارزش واحد پولمون این بلا رو سر ما بیاره که همه مهاجرت کنن، همه فاصله بگیرن، چون درآمدی که میتونن کسب کنن و باش هیچ کاری نمیتونن بکنن. علاوه بر این اگه تو یک هنرمند باشی ارزش هنرت هم درک نمیشه. یعنی نمیدونن تو کاری که داری میکنی یک حرفه است، یک شغله. بعضی از کارفرما خواستای نابجا، حالا اینو زدی اشکال نه، زدین دیگه، ما که اجرایش نکردیم. این چیزی که از دیزاینرها مثلا از طراح داخلی میشنوم. حالا الان که پروژه رو که ما با شما فاینال نکردیم، من وقت گذاشتم برای این پروژه ولی درک نشدم. این میشه که وقتی بارها این اتفاق میفته شما دوست دارین کوچ بکنین، دوست دارین برین یک جای دیگه. تو فضای امارات یکم استانداردتر بوده برای من و ارزش اون کاری که داشتم انجام میدادم بهش احترام، یعنی احترام دیدم، بهش احترام گذاشتن. خب و برام مشخص کردن. یعنی به فرض مثلا تو بازار کار اینجا به شما میگن که ما اینو میخوایم. حتی تو بعضی از پروژه ها میگه ما مثال میزنم مثلا از این مثلا 5 ثانیه میخوایم تصویر کلوزآپ باشه، 8 ثانیه تصویر واید باشه، 5 ثانیه مثلا کارفرما یه لحظه میاد حرف میزنه با یه نفری رد میشه، نمیدونم 5 ثانیه مثلا فلان موضوع میاد به ما حتی ثانیه رو میده که ما تو تایم وقتمون ویست نشه، هدر نره، زودتر خودش کارو تحویل بگیره
و اون چیزی باشه که دوست داره، با ساین ما، یعنی با امضای ما. میگه من کار شما رو دوست دارم، میخوام تو همین سبک باشه، ولی همچین چیزایی میخوام توش باشه. این حس میکنم هم برمیگرده از پختگی اون افراد، هم تجربه کار تخصصی که داشتن. یعنی با طراحا و عکاسای خیلی زیادی همکاری داشته که میدونه دقیقاً قراره چه اتفاقی بیفته، که اینقدر با دیتیل دقیق میده. انگار تجربه داخل کمتره. درسته، تجربه داخل کمتره. باز برمیگردیم به این که هم محیط آکادمیک درستی نداشتیم برای آموزش، هم خارج از اون محیط آکادمیک آموزش درستی هم باز وجود نداشته، آموزش عادی. ببینین من فکر می‌کنم به اخلاق و رفتار این چیزام خیلی بسته. آره به اخلاق رفتار. ببین همه اینا برمیگرده به آموزش. باز اخلاق رفتار هم برمیگرده به آموزشی که حتی اگه زمان الان رو در نظر نگیرن، بچگی ما، خانواده ها با آموزش باعث شکل‌گیری رفتارهای ما شدن. من وقتی میبینم که توی یه ماشین جلومه بابای بستنی خورده، بستنی رو آشغالش رو انداخته بیرون، بچه‌ای که پشت نشسته بابا رو دیده 10 دقیقه جلوتر، چون بچه میخواد بستنی بخوره طول میکشه دیگه، مثل بابایی که نمیخوره، خورده و اونم انداخته بیرون. این از خانواده شکل میگیره، چون آموزش که به ما توی محیط مدرسه چیزی رو یاد نمیده، الان که بیشتر خراب میکنه. یعنی اگه پدر مادر زحمت بکشن اون رو تازه خرابم میکنه. پس باز برمیگرد به این که همه این مباحثی که ما صحبت میکنیم رکن اصلیش برمیگرد به آموزش. اگرم یک نفر بعد آموزش ببینه تو همین محیط، بیاد مثلا صرفا تمرکزش رو بذاره رو سوشال مدیا، میشه همین چیزی که الان هست دیگه، که کیمیا گفت پکیج فروشی. خب الان اگه من بخوام بیام اینو مبنا بذارم که هنرجوم که خانوم از تربت حیدریه پا نشه، که بلیت هواپیماش از هزینه ورکشاپ بیشتر در میاد، که اینو بخوام جلوشو بگیرم، بخوام تبدیل کنم مجموعه‌مو به صورت مثلا مجازی بفروشم، حتی من الان مردد میشم، میگم اسم منو پس میذارم پکیج فروش. کسی از پیشینه من خبر نداره که من سالها شاید فعالیت میکردم، چی کار کردم و نکردم، ولی این کار الان اسم شده پکیج فروشی. میدونین چی میگم؟ پس یعنی یک آموزش غلطی بوده که همه گفتن آقا پس این مسیر درسته دیگه، بریم این کارو بکنیم. با 4 نفر صحبت گفتم آقا من اینقدر درآمد داشتم و خب پس منم برم این کارو بکنم. این مسیر اشتباه شکل گرفته. حس می‌کنم با یه مسئولیت اجتماعی برداریم برای خودمون، که از بچگی به ما یاد دادن که حالا شعرهای حافظ و مولوی که واقعا درستن و هیچ نقصی توشون نیست، اینکه کم گوی گزیده گوی، اینکه خودمون زیاد ارائه ندیم، خودمون دیده بشیم نه با حرفمون. یعنی این فرهنگ از بچگی توی ما نهادی نمیشه، اما در عوض چون جهان به یک شکل دیگه تغییر کرده، ما لازمه که درست آموزش ندیدیم ولی مسئولیت اجتماعی برداریم که ما این فرهنگ تخصصی رو اصلا به زبون بیاریم، بلند بگیم تا آروم آروم کسی که گوش شنوا دارن بشنون و آشناشن باش. یعنی نوعی کوبیک همینجوری هست داره پیش میره. درسته. نه این واقعا درسته. یعنی ما همین الانش من سعیم رو همینه، خیلی های دیگه شما تو کوبیک همین کار دارین میکنین و این خیلی خوبه و خیلی تاثیرگذاره و روی افرادی که ما رو دنبال میکنن و علاقه به دنبال کردن این مباحث رو دارن. ولی وقتی ما تو اشل بزرگتر این قضیه رو نگاه میکنیم، مردم و یک جامعه رو در نظر میگیریم، قبلا من فکر میکردم تا چند سال پیش ما میتونیم تاثیرگذار باشیم به صورت کامل. باز الان نمیگم نیستیم، میگم هستیم. تو ابعاد و اندازه خودمون تاثیرگذاریم. از یک جایی روی تمام مردم نمیتونیم تاثیر بذاریم و عملا وظیفه ما هم نیست و اصلا وقتش هم نداریم. یعنی تو یک پوزیشنی قرار گرفتیم که اصلا این چیزا امکان پذیر نیست. اینجا بحث اینه که قانون باید بیاد این کارها رو انجام بده. مثال همیشه میزنم، میگم کمربند تو دهه 80 وقتی میزدی مسخرت میکردن. من یادمه این کمربند اگه جلو میزدی، عقب میزدی که هیچی، عقب میزدی
برای لطیف و جوک هم درست میکردن، ولی کمربند میزدی میخندیدن بهت. اگه یا مسافر رو 2 نفر جلو سوار میکردن، اینم باز یادم 1 نفر کنار راننده میشست. کی اومد اینها رو اصلاح کرد؟ قانون اومد اصلاح کرد. قانون گفت شما اگه این کارو بکنی جریمه میشی. طرف سرسری گرفت، سری دوم دید جریمه شد، سری سوم هم جریمه شد، سری چهارم دیگه این کار تکرار نکرد و کمربند شد قانون. بعید از چه طریقی بیشتر مثلا بهت پروژه میدن و اینکه تفاوت گرفتن پروژه با توی ایران و خارج از ایران چجوریه؟ از چه طریقی بهم پروژه میدن؟ این سوالیه که برای خیلی یعنی چی میگن حس کنجکاوی داره تو خیلی از بچه‌ای که از من میپرسن. این واقعا یکی از سوالی که از من پرسیده میشه. ببین ارتباطات و کانکشن، نتورکینگ عملا خیلی مهمه. یعنی به شما این امکان رو میده که یک فضایی رو به وجود بیارین که فضای ادامه داری باشه. یعنی هر چی میرین جلوتر، هر چی ادامه میدین، این بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه تا جایی که شما یک عملا تیمی ساختین. شاید تیم زیر مجموعتون نیست، یک تیمی که هم شما به اون وابسته این، هم اونها به شما. تا اتفاقی میفته نیاز دارن به شما و چون با شما کار کردن اعتماد دارن به شما. من کارهای و پروژه‌ای که گرفتم و شاید اصلا خیلیش رو بالای 80% رو اصلا توی فضای مجازی هم نمیبینین، ولی دارم کار انجام میدم، میرم برمیگردم و این از روی اون فضایی که من ساختم، اون افرادی که منو میشناختن و ارتباط داشتن خیلی هاشون. ولی خب قطعا در کنارش تبلیغ کردن، نشون دادن بعضی چیزا و اون رزومه سازیه تاثیرگذار بوده تو مسیر من برای مثلا گرفتن پروژه. ولی یه سوال دیگه هم بعدش کردی، من اونو یادم رفت. اینکه تفاوت پروژه گرفتن با شرکت‌های ایرانی، این چیزی که من حالا خارج از ایران تجربه خوب داشتم همیشه، ولی داخل ایران تجربه زیاد خوب نداشتم، چون ارزش خروجی کارتو شاید خیلی وقتا درک نکنن، خیلی وقتا نفهمن، خیلی وقتا از درهای اشتباهی بخوام وارد شن، اونم باز از روی عدم ناآگاهی اون کلاینت یا کسی که میخواد بیاد به شما کار بده. مثلا میاد یکی از چیزایی که زیاد میشنوم من خودم به شخصه، حالا این پروژه رو با هم دیگه میریم، شما تخفیف بدین، ما قطعا با هم پروژه زیاد خواهیم داشت. اون لحظه جواب من میدین چیه؟ قدیم شاید جواب نمیدادم، میگفتم یه لبخندی میزدم، گفتم حالا با هم دیگه قطعا کار میکنیم. جواب من الان اینه که همین الان پس 5 تا پروژه رو ببندیم که من بهتون تخفیف بدم مثلا. اصلا کارفرما میمونه چی بگه. میبینی باید وقتی شما وارد بازار کار میشین، وقتی همچین سوالاتی از شما میشه یا ازتون چیزی درخواست میشه که غیر معموله، شما باید جواب داشته باشی براش. شما باید جوابتون رو محکم و محترمانه بدی به طرف مقابل، چون طرف مقابل سری بعد دیگه ریسک نمیکنه باز به طرف بعدی هم اینو بگه. ما اینجوری میتونم بگم یه فرهنگ سازی کردیم. میدونی الان مثلا کیمیا گفتش که فرهنگش از شکل نگرفته تو صحبت قبلی، مثلا اونجا جا افتاده، اینجا مثلا جا نیفتاده. آره اینجا جا نیفتاده، اینجا میتونیم جاش بندازیم یه جورایی، ولی در صورتی که خودمون این چیزا رو هم بدونیم، یعنی بدونیم اون لحظه باید چی بگیم به طرف مقابل. توی امارات این نه، اینجوری نبوده. میاد باید کار میکنه یا کار نمیکنه، شما قیمتی میدی یا میگه باجت ما نمیصرفه، ما هزینه‌ای که در نظر گرفتیم براش کمتره، شما میگین چقدره، آخر یه شما میگه آقا برای من میصرفه این پروژه رو انجام بدم، یا میگی نمیصرفه و انجام میشه یا نمیشه. اگه انجام شد کارفرما راضی باشه، سری بعد دوباره میاد به شما پروژه میده و غالبا هم همین اتفاق میفته. ولی تو ایران اینجوری نیست، چون اینو ازتون میپرسن اولا که واقعا دل سرد میشین تو بحث کار کردنه، هی انتظار دارین که سری بعدم کارفرما بعدی بیاد همچین خواسته شاید نابجایی داشته باشه که شما هی تخفیف بدین، هی نمیدونم باش حالا کنار بیاین این پروژه رو نصف قیمت کار کنین. ولی نه، شما از اول وقتی چهارچوب خودتون رو درست بذارین و بگین آقا من اینقدر میخوام برای این پروژه وقت بذارم و اینقدر هزینمه، تموم شد.
اگه گفت نه، شما هم بگین نه خداحافظ. وقتی که طرف اومده دنبال شما، کار شما رو میخواد، امضای شما رو میخواد. و بحث تخفیف، حالا این تا گفتم اینم حتما اینجا بگم، بحث پروژه گرفتن اینجا و اونجا، چه اینجا چه خارج از ایران، شما عددی رو باید تعیین بکنین که اون عدد براتون صرف اقتصادی برای اجرای پروژه رو داشته باشه. بعضن میبینم حتی تو شرکای خودم تو امارات که رفتیم اینجوری بود، حالا این پروژه رو بگیریم یه رزومه بسازیم، تا یه جایی شاید این خوب باشه، ولی از یک جای همه میدونن آقا شما قیمتت اینه، خانم شما قیمتت اینه، تمام شد رفت. یعنی شما اینو دادی دست افراد مختلف، شما نباید بذاری به اینجا برسه که انقدر خودتون و کارتون و ارزش کارتون و وقتتون رو بیارین پایین که این بشه پس فردا ملاک سنجش کار شما. حتی موقع قیمت دهی باید به این شکل باشه که من مثلا به فرض میگم این کار ارزشش 20 میلیونه، 20 میلیون به اضافه 20% میکنم، میشه مثلا 20 خورده میلیون، و وقتی طرف تخفیف میخواد من میگم مثلا با تخفیفش میشه 20 میلیون. قرار نیست از کار خودتون بزنین، قرار نیست از وقت و انرژی که بزنین که پس فردا بگین اصلا ارزششو نداشت این پروژه رو گرفتم، اصلا به وقتی که صرف کردم نمیارزید، چرا انجامش دادم، چرا اینو گرفتم، دیگه کار نمی، اصلا دل سردتون میکنه، یعنی برای کارهای بعدی شما رو سست میکنه. این خیلی بده به این نقطه ما برسیم. کانترکت ما باید واضح باشه، تعهدات کارفرما باید توش مشخص باشه، خسارت، ضرر و زیان، همه چی باید مشخص باشه، و این قیمتی هم که باید بدیم باید به این شکل باشه که ما ضرر نکنیم. ما همینجوریش به اندازه کافی میتونم بگم تو پروسه های کاری دیزاینرها، طراحا و هنرمندایی که دارن مثلا کار میکنن تو این هیته، اندازه کافی کارشون کوچک شمرده میشه تو بازار کار، یه جورایی خواهی نخواهی اینم میگم ریشه داره. یه وقتایی کارفرما میاد پروژه مثلا بهت میده، میگه مثلا بیا این کار برام انجام بده، بعد تازه انگار طلبکارم هست، من دارم به تو لطف میکنم پروژه میدم انجام بدی. این آدم اینجوریه که یعنی چی؟ تو الان به خدمات من نیازمندی، نه من به کار تو. بعد عملا یه جوری با آدم رفتار میکنن که مثلا اون حسا داشته باشی. بعد خب خیلی وقتا به بچه‌ها خیلی چیزا رو یاد ندادن. دقیقاً همینطوره. و همون اول کار آدم مثلا اعتماد به نفسش اون حقی که داره توی نطفه خفه میکنه و اون کاری که نباید انجام بده رو انجام میده. و من بارها این حالت رو توی ایران خیلی زیاد میبینم. حالا به هر حال چون تو جامعه ایران رفت آمد، در مورد من خارج از ایران باز حالا کشور دیگه خب کمتر این چیزا رو میبینی، به هر حال از دوستات میشنوید خیلی چیزا رو. و ما اینجا خودمون پشت همدیگه هم نیستیم، به راحتی کارامون رو کپی میکنن، توی مسابقه شرکت میدن، کار میسازی برمیدارن توی صدا سیما به قولی کپیش میکنن، روی لباسا چاپ میکنن، خیلی چیزای دیگه، ولی به ما یاد ندادن درست شکلی میتونیم رفتار بکنیم که از حق خودمون دفاع بکنیم. و عملاً یه وقتای کارفرما انگار همیشه طلبکار هستن. کاملا درست. وحید من میدونم که تو یه سری سفرهای کاری داشتی یا تجربه سفر داشتی که رفتی مثلا هند، نپال، چین، و میدونم مثلا چینت هم کاری بوده ازت دعوت کردن. دوست داری خودت از کدوم شروع کنی برامون؟ سفر بخوام از کلا سفر رو بگم، من یکی از حالا بخش‌های زندگی من وصل به سفر کردن و تجربه کردن. من اولین سفر خارج از ایرانم هند بود. خیلی برای من جذاب بود، خیلی برای من رویایی بود، با همه کم و کاستی‌هاشون. هند میدونیم یه شبه قاره است با 1,380,000,000 جمعیت تو سال 98 و در حال حاضر 1,450,000,000، یعنی از نصف جمعیت ایران توی 3-4 سال بیشتر رشد کرده. و وارد این کشور شدیم، قطعا در کنار زیبایی های سری از
نقاط منفی هند مثلا در کنارش بود که من پذیرای همه چی با همدیگه بودم. یعنی میدونستم وارد فضایی میشم که دوست من که عکاس کودک وارد هند شد، در لحظه‌ای که رسید نیو دهلی همونجا از فرودگاه اومد بیرون، یه سری صحنه‌ها رو دید، برگشت تو فرودگاه، بلیط برگشت گرفت و برگشت ایران. یعنی یه سری چیزای سیاهی میدید که براش سخت بود تحمل اون سفر، ولی در کنارش خب زیبایی‌های اون فضا، بکر بودن قسمت‌های شمالی هند و تغییر دما از نیو دهلی پایتخت که 44-5 درجه شرجی از دوبه شرجیش بیشتر بود اون لحظه من رفته بودم، یهو وارد فضایی شدم که شبش میشد 1 درجه و کامل کوهستان بود، یک روستایی بود روی دامنه کوه. یعنی یه وایب سوئیس رو میداد عملا، نوع پوشش گیاهی، نوع خونه ها، سقف‌های شیروانی رنگی چوبی، یعنی چیز جذابی بود بر من واقعا. و من میگم سفر هند 1 ماهه بود و خیلی لذت بخش بود و رفتن به حالا اقلیم ها یا کالچرهای مختلف به شما این امکانو میده که یکم همه چیز رو از یه زاویه دیگه ببینی، یکم بزرگتر ببینی، ادیان مختلف رو میبینی. به شما این امکانو میده که فقط جلو چشم و نوک دماغم رو نمیبینم، یکم نگاه همو بازتر میکنم و به شما امکانو میده که محدود نگاه نکنی، یکم وسیع‌تر ببینی، ببینی مردم کشور دیگه دارن چی کار میکنن، چه نگاهی دارن به ما چه نگاهی داشتیم به اونو، الان چی داریم. و این نتورکینگ و این صحبت و این به دست آوردن تجربه دیگران برای من خیلی جذابه. و این تاج محل رو دیدی اولین بار چه حسی داشت؟ تاج محل برام حس مسجدی رو داشت که هنوز تو رندرینگ بهش رنگ و اضافه نکرده بودن، چون سفید بود و خیلی جذاب بود و خیلی زیبا بود. یعنی سازه که یهو از یک پیچی ما رد شدیم وارد یه در کروی شدیم و یهو دیدیم چه سازه بزرگ و جذابی جلومونه و کلش با مرمر بود و خیلی 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 جذاب بود تاج محل در کنار شلوغیش، ولی خب در کل خیلی جذاب بود. ما حالا از این ور تاج محل رو میبینیم، ولی پشت تاج محل، یعنی از این فضای لوکس خوشگل باغ و سبز و چمن، یهو وارد پشتش که میری وارد فضای مثلا حاشیه نشینی وحشتناک میشی. یعنی خونه رو مثلا انگار مشت بزنی میریزه در این حد و مردم تو اون فضاشون زندگی میکنن. نپال چطور بود رفتی؟ بعد مثلا حالا هند و نپال هم که رفتی تاثیر خاصی هم داشت مثلا روی دیدت به عکاسی و این چیزا، مثلا به یه سری تغییراتی توی وحید ایجاد بشه؟ ببین چون از قبل از ایران محتوا میگرفتم و از مردم، یعنی من مردم روستا رو خیلی دوست دارم، چون آدمای خیلی صاف و ساده ای هم و باهات رو بازی میکنن، برخلاف زندگی شهرنشینی که آدمو یکم آلوده میکنه. روستا اصلا خود مثل آب زلاله به نظر من و اون ارتباط با روستاییشون از قبل بود. شاید بگم نمیتونم بگم تأثیر گذار بود تو خط دادن تو عکاسی من، ولی برای من جذاب بود چون تو فضای قرار گرفته بودم که نو بود، جدید بود، ولی استراکچر همون استراکچر بود. یعنی وقتی ما وارد روستای مثلا نپال می شدیم اون اسکلت همون بود، باز با یه سری مردم مهربون ارتباط. مثلا من دوچرخه گرفتم، ما دوستامون رفتن پارک چیتوان تو نپال که سوار فیل بشن. من دوست نداشتم سوار فیل بشم، دوست داشتم فیل رو ببینم ولی دوست نداشتم سوار اون حیوان بشم. من یه دونه دوچرخه رنت کردم و رفتم وارد روستا شدم، رکاب زدم، دوربین با ما بود، عکس میگرفتم، با مردم حرف میزدم از کجا اومدی چی شد و فلان این چیزها. دوچرخه‌م یه جا زنجیر میزنه، یعنی زنجیره در میره از جاش، هرچی نگاه میکنم میدم دوچرخه قدیمی هم بوده، نمیتونستم درستش کنم، یعنی سخت بود برام. بعد نه آبی همراه بود نه چیز، دستام همه روغنی میشد. یه 2-3 تا کلبه چوبیه نمیدونم، یه خانومه داشت مثلا لباس میشست توی تشت، یه 2 تا پیرمرد نشسته بودن داشتن با هم دیگه روی صندلی چوبی حرف میزدن، یه صدای باز باد
لای درختا میومد، هوا هم یه کوچولو شرجی و گرمطور بود. من حالا نگاه میکنم دوچرخه 2-3 بار دست دادم نتونستم کار کنم. اون خانومه اومد برای من شاید در عرض 10 ثانیه زنجیر جا زد و درست کرد. برو فرزندم مثلا دوچرخه جزئی از فرهنگ اونجاست. آره و واقعا جذاب بود، این که اوکی بود. حالا اگه دبی همچین اتفاقی بیفته خیلی شاید امکان نداره شاید اینجوری بگم یکی اینقدر راحت بیاد همچین کاری بکنه. یا چرا دبی مثلا میزنم راه دور، همین توی تهران خودمون باشه شاید آدم‌ها قدر شناس باشن یعنی دلسوزی داشته باشن، ولی به این شکل نیست که حالا راحت بیان این ارتباطو بگیرن. ولی روستا اینه، مردم روستا خیلی آدمای مهربونی هستن. ولی چین چه شکلی بود؟ چینو میدونم که سفر کاری بود رفتی و اینکه چین چه حسی داشت؟ من یه کمی خب ارادت خاصی به شرق دور دارم، مثلا ژاپن و همه دیگه فکر کنم میدونن. آره. و اینکه توی چین که میری من این خیلی برام ارزش داره، مدرنیته و سنت یه جوری کنار هم دیگه است و تکنولوژی بگم تکنولوژی و سنت یه جوری کنار هم دیگه است و تو از پروداکت یه جور خاصی آدم لذت میبره و واقعا خیلی خوش خیلی هپیان میشه. اینم به کمی سمت این چینا توضیح، چون میدونم که کم کم پروداکت فیزیکی و دیزاینش اینجور خیلی داره میره سمت چین. ببین چینو من واقعا دوست داشتم، یعنی تمام چیزی که دست چین حداقل میتونم بگم فکر میکردم قبل از سفر کاملا خلافش ثابت شد. بعد قبلش میشه بگی چینو به چه دلیلی رفتی؟ آره من چینو قرارداد کاری داشتم. من یکی از کمپانی‌ها که باشون دارم همکاری میکنم کمپانی هالیلنده که تو کار تخصص صدا و پروداکت های تولید دیوایس های صدا هستن مثل میکروفون ها. ما با این کمپانی خب ارتباط خیلی خوبی داشتم. بعد ویدیو تولید کرده بودم براشون که خیلی ایمپرشن خیلی خوبی داشت، مثلا 2-3 ویدیو در مجموع 2-3 میلیون بازدید داشت، 2 میلیون فکر کنم بازدید داشت و خب محتوای متعددی من براشون ساختم که براشون جذاب بود طی زمان. محتوا هم پروداکت بود. آره پروداکت بود و نشون داد نه صرف فقط تمرکز رو پروداکت. ما موسیقی ساختیم. ما یکی از دوستامون یک آهنگی رو کاور کرد و خوند و موزیسین موسیقی درست کرد بر اون آهنگ و من تصویربرداری کارگردانی کردم و ما یک ویدیو درست کردیم و اون خب کمپانی اینو میبینه. همون صحبت شد که چجوری این کمپانی باتون همکار میکنه. من اون کمپانی احترام گذاشتم. من نرفتم فرداش با رقیب اون کمپانی کار کنم رو میکروفون. هنوزم این کار نکردم. میتونستم بیام با 3-4 تا کمپانی تو مثلا تو حوزه صدا کار کنم، ولی تمرکزم گذاشتم روی یکی که ارزش کار منم درک میکنه و خب اون ادامه پیدا کرد. در انتها ما یک ایونتی، یک سمیناری داشتیم تو دبی. من به عنوان پرزنتر کمپانی هالیلند رفتم صحبت کردم در تو بحث تولید محتوا، چجوری شروع کردم، چی شد اصلا با این کمپانی همکاری کردم، چه دیوایس چه فیوچری دارن، کلا چه دیوایس هایی قرار تولید بکنن در آینده و خیلی پرزنت جذابی بود بر خودم. تو هتل اچ دبی برگزار شد و بعد از اون من دعوت شدم برای بازدید از خط تولید کمپانی هایلند تو شهر شنژن یا شنزن بعضی میگن توی چین و یه پروسه 1 هفته‌ای ویزام بود. یه خیلی استرس داشتم که ویزا اوکی بشه یا نشه، به خاطر اینکه یه جورایی یر به یر شده بود با زمان ایونت، یه با زمان دعوت. یعنی من روزی که پاسپورتم رسید دستم و گرفتم ویزامو عملا پس فرداش رفتم چین. اینجوری شده بود. من همیشه بلیط و میلیت این چیزا همش تهیه شده بود، ولی این پاسپورت ویزای هنوز مونده بود تو سفارت چین و خیلی استرس. اونجا حالا چین که رفتی و مخصوصا که رفتی توی کارخونه و مراحل ساخت و تولید دیدی. آره. ما خیلی هیجان زده میشیم توی این قسمت چون مربوط به کار خودمون میشه. خیلی دوست دارم اگه مثلا آره حتما. ببین من وقتی رفتم شهر شنزن، یه شهر فوق العاده تمیز،
فوق‌العاده زیبا و سبز. منی که از خطه شمال ایرانم میتونم بگم این شهر که از سبزترین شهرهایی بود که زندگیم دیدم و خیلی تمیز بود. شهر خیلی بزرگ تمیز، یعنی از تهران باشد بزرگتر ولی خیلی تمیز. خودرو الکتریکی، زندگی خیلی جذاب و سبز. یعنی مثلا شما ماشین بنزینی کم میدیدی، همه چیز رو دوچرخه و موتورهای برقی و ماشینای برقی بود. بچه‌هایی که تو کارخونه کار میکردن خونهشون کنار کارخونه بود، یعنی کارخونه عملا وسط شهر بود ولی یه جوری بود که سبز بود، یعنی کارخونه تولید تجهیزات یه جوری آسیب زننده نبود به طبیعت یا بگیم مثلا داشت یه گازی تولید میکرد یا چیزی، یه فضای جذابی بود. وارد کارخونه شدیم، وقتی در باز شد دیدم 1000 نفر دارن کار میکنن تو اون طبقه. 1000 نفر داشتن کار میکردن تو اون طبقه. اصلا همچین چیزی یعنی شوکه شدم یه جورایی، دیدن همچین چیزی خیلی جذاب بود و هر بخشی یک چیز بود. البته من بگم قبل اینکه کارخونه رو تو اون اسکیل رو ببینم با اون بچه‌ای که داشتن کار میکردن، من یک شب زودتر از بقیه بچه‌هایی که میخواستن از کشور مختلف بیان اومدم، رسیدم چین و میزبانان منو بردن گفتن که میخوای شب کارخونه رو ببینی؟ گفتم مگه بازه؟ گفتم آره بازه. رفتیم دیدم دارن برای مراسم آماده میکنن اونجا رو، یه سری تغییرات میدن و یه سری افراد دارن پشت میزاشون کار میکنن ساعت 12:30 شب. گفتم اینا دارن کار میکنن؟ گفت اینا دارن کار میکنن، اینجا کار عادیه، هر ساعتی میان از خونه خسته میشن پا میشن میان محل کارشون کار میکنن. یه چیز استثنایی بود همچین چیزی برای من. مثل که کیمیا هر وقت خسته میشه پاشه بره نیلوفر کار. واقعا همچین چیزی بود دقیقا. و خب ما روز بعدش رفتیم کارخونه، بخش مختلف مثل بخش جذاب بخش کشورها بودن و هر کدوم ادمین هالیلند تو اون کشور بودن. هایلند برزیل، هایلند پرو، هایلند میدل ایست، هایلند هلند و نسبت به ساعتی که اون کشور داره کار میکنه و بیدارن همه اینا میشستن اونجا کار میکنن و خیلی جذاب بود. مثلا گفتم این برزیل چرا کار نمیکنه؟ نیومده گفت که این ساعت برزیل مثلا خوابن، بعد از اون ساعتی که مثلا هستن بیا. یا مثلا بخش دیگه در حال تولید یعنی دیزاین تموم شده بود، دیزاین هدست و در حال تولید چیز بودن، یعنی تست و بررسیش بودن، صدا، نویزش، نمیدونم مثلا کانکتینگش مثلا با دیوایس های مختلف و اینو داشتن چک میکردن و اون محصول من 3 ماه بعد تو بازار دیدم. این خیلی جذاب بود که 3 ماه زودتر دارم اونجا توی خط تولید میبینمش و دارم بهم توضیح میدن. و آره اونجا بعد یه فضای استیجینگ داشت، تقسیم شدیم به 4 تا گروه، رفتیم مثلا یه ویدیو سناریو دادن و ما طبق اون سناریو رفتیم ویدیو درست کردیم اونجا و در رابطه با مثلا برند، عملکردش، تجهیزاتش اینجا صحبت کردیم. بچهای پشت صحنه بودن، نورپردازی بودن، تصویر بودن، صدا بودن، ایده پردازی بودن و بچه‌هایی که اجرا جلوی دوربین قرار بشینن. یعنی ما 4 تا گروه تقسیم شدیم که به این شکل چیدمان شد و خیلی جذاب بود. از شنزن رفتیم هانگژو اونجا یه فیلم درست کردیم. من به عنوان بازیگر بودم البته تو اون فیلم، خیلی جالب بود. معمولا جلوی دوربین نمیام ولی خیلی سخت بود، علی انجام دادیم. و اونجا من از بچه‌ها دیگه خداحافظی کردم چون انتهای سفرمون بود، 5 روز بودیم و من قبل از سفر وقتی که ایران بودم به شرکت پیام دادم و گفتم که اگه میشه بلیت برگشت منو 4 روز دیرتر شما تهیه بکنین یا 3 روز دیرتر تهیه بکنین. من میخوام برم شانگهای هم ببینم، چون سرچ کردم شانگهای تا هانگژو 2 ساعت با قطار میشه رفت و اونا گفتن اوکی، فقط دیگه هزینه هاشو ما کاور نمی‌کنیم. گفتم که اوکی نو پرابلم، من میتونم برم اینا و گرفتن و من از اونجا 4 روزم رفتم سمت شانگهای و هر چقدر بگم که شنژن قشنگ بود، شانگهای یک لیگ دیگه‌ای بود و یک فضای دیگه‌ای بود. یعنی حتی غیر قابل مقایسه با دبی که مثلا زندگی دارم میکنم، یعنی خیلی متفاوت بود. و تو شانگهای 4 روز بودم. بی نهایت شهر مدرنی بود، بی نهایت شهر لوکسی بود.
و تمیز، خیلی تمیز، خیابونا خیلی تمیز و اونجا هم خیلی دوست داشتم. یعنی واقعا پیشنهاد میکنم هر این 3 شهر رو آدم بره. اولین چیزی که مثلا میگی مدرن توی شانگهای، چه چیزی میاد توی ذهنت حالا بعد از حمل و نقل عمومی. اولین مثلا حمل و نقل عمومی به بهترین شکل ممکن. من از هانگژو به شانگهای که رفتم با قطار فرست کلاس گرفتم صندلیمو و رفتم شانگهای و قطار سریوسر بود با سرعت 300 تا داشت میرفت و من هیچ چیزی رو حس نمی کردم تو این 300 کیلومتر که داشت میرفت و خیلی جذاب بود. خب این خیلی مدرنیته من میبینم اینو، حمل و نقل عمومی، ولی خیلی جذاب بود شانگهای برام. واقعا دوست داشتم مثلا آدم بیشتر بمونه و هزینه کاستش زیاد نبود نسبت به کسی که دبی داره زندگی میکنه. یعنی هر درهمی فکر میکنم 2 یوان بود. یعنی من مثلا تو دبی یه ماشینی میگیریم مثلا میشه 60 درهم، مثلا از این ورشهر بریم اون ورشهر، اون مثلا میشه 30 درهم. خب خیلی منطقی تر در میومد حتی از بابت هزینه ها. و یه پروداکتور هم بگم پرسیدی چون در تو شانگهای، ببین خودرو، یعنی مثلا میرفتی توی یک شرکت، میرفتی توی یک شاپی توی مالی مثلا نمایندگی هواوی که گوشی های جدید رو ببینی، دیزاین های جدید رو ببینی، یا میدی که وسط شوروم مثلا هواوی یه دونه ماشینه که هواوی طراحی کرده. یعنی رسیدن به خودروهای الکتریکی خیلی جذاب، چون 360 درجه دوربین، رادار، همه چی باید به های کوالیتی. من سوار ماشینی شدم رادار داشت و فکر کنم 8 تا 9 تا ماشین جلو رو نشون میداد. این خیلیه که 8 تا 9 تا ماشین نشون میده. تسلا دومی به سومی میرسه، سومی محو دیگه، یعنی یه سایدی ازش نشون میده. ولی من از 9 تا ماشینی که جلوم بود داشتم تو تاکسی میدم، شیشمیش کامیون بود که بار نداشت و اون کامیون رو بدون بار داشت نشون میداد. بعد هم تصوری که بخوای بکنی به این شکله که یه سری مثلا موس رو در نظر بگیرین سفید، یه سری چیزای ماشینای سفید پشت هم، یعنی رنگ و اینا رو دیگه نشونه، ولی نشون میداد که مثلا این ماشین SUVه یا این ماشین وانته یا اون ماشین نمیدونم کامیونته یا کامیونه. یعنی تفاوت اینا رو همه رو داشت توی اون مانیتور نشون میده و خب خیلی جذاب بود این چیزا برای ماهایی که مثلا خب این تجربه این شکلی رو تو ایران مثلا نداشتیم واقعا. خب بریم سر قسمت یکم تخصصی کار. اول از همه این که وحید تو یه کسی هستی که کانتنت دیزاینری، تولید محتوایی انجام میدی، حالا توی زمینه عکس و فیلم، و برای این که بخوای یه کاری رو تولید بکنی پشتش علاوه بر وحید یه تیم دیگه هم وجود داره که تو حالا هدی یه سری کارا بهشون میگی انجام بدن و اینجور چیزا. من خیلی دلم میخواد بدونم که یک تیم تولید محتوا اعضاش از چه کسایی تشکیل میشه و بعد از اونم به این که از چه نرم افزارهایی استفاده میکنی توی کارت. ببین تو کار ما، تو کار بچهای تولید محتوا چند نفر هستن که شریان‌ها یا اون شاخه‌های اصلی خروجی و کارن. یک ایده پرداز، یک پلنر، 2 ادیتور، 3 تصویربردار، 4 عکاس، 5 ادیتور. اینا نکن استپ به استپ هرچی میرم جدا، تک تک این لایه‌های مهمی هست. من قبلترها شاید بگم سالها پیش تمام این کارها رو خودم انجام میدادم یه جورایی. یعنی همزمان میرفتم عکس میگرفتم، همزمان مثلا ویدیو میزدم، همزمان ادیت میکردم، سفرها رو خودم باید وقت میذاشتم انجام میدادم. و میدونی برای تک تک اینها وقتی شما وقت میذاری و یک نفر انجام میده این کارها رو یا 2 نفر انجام میده، اون محصول نهایی کیفیتش میاد پایین دیگه. اون قدری که باید تاثیرگذار باشه تاثیرگذار نخواهد بود. خب ما باید یک کاری بکنیم که اتفاق نیفته. این با چه چیزی حل میشه، با چه چیزی درست میشه؟ با تیم ورک کار کردن. و این تیم ورک کار کردن شما رو میتونم بگم یه جورایی تو کار نجات میده.
برای همین من اهمیت میدم به اعضای تیمم، به افرادی که میان باشون کار میکنم و باعث میشه که خروجی کار من کیفیتش بره بالا. اگه من میام یک ویدیویی رو میگیرم دیگه نمیتونم وقت صرف کنم برای ادیت کردنش، چون میدونم اگه من الان ویدیو رو گرفتم حالا بشینم ادیتش بکنم اصلا برای من بورینگ میشه، خسته میشم، وسطش هی باید پاشم برم بیام، زمان آماده شدن ویدیو طولانی میشه، هی چون میبینید هی درگیر چند تا مسئله مختلف میشم. برای همین ترجیح همینه که تیم ورک کار کنم و تیم ورک کار کردن میشه اهمیت به اعضای تیم و کیفیت بالای خروجی کار. و همین پرسیدی به چه اجزایی تقسیم میشه، میتونم بگم به این افرادی که الان گفتم. یکی از محبوب ترین سوالای بچه‌ها و کسایی که میخوان شروع کنن اینه که نرم افزارها حرفه‌ای و تجهیزات لازمی که بچه‌ها نیاز دارن یاد بگیرن حتما تا توی این مسیر حرفه‌ای کار بکنن. ببین اول از دیوایس بگم یا تجهیزات بگم. تجهیزات برمیگرده به این که ما بخوایم چه سبکی و چه کاری رو انجام بدیم. به فرض مثلا اگه ما رشته ورزشی داریم کار میکنیم، اسکی داریم کار میکنیم، یا دایوینگ و شنا یا پرش از هواپیماست، مثال دارم میزنم، اینها مثلا دوربین های اکشن کامرا میخواد، دوربین های رو میخواد که شما راحت بتونین با خودتون حمل کنین، ببرین بیارین، بره زیر آب، بره رو آسمون، یعنی مشکلی براش پیش نیاد، ضربه بخوره آسیب نبینه. این چه دوربین اکشن کامرا. برای کسی که میخواد مثلا از پروداکت یک عکسی بگیره، علاوه بر یک بدنه دوربین مثلا با کیفیت، دوربین بروز، دوربین پرچمدار، نیازمند لنز هاییه که بتونه اون خروجی مورد نظرش رو بگیره. به فرض اگه میخواد از طبیعت عکاسی کنه، عکاسی با یه لنز واید نیاز داره، دوربین با لنز واید نیاز داره. اگه میخواد از پروداکت عکاسی بکنه نیاز به لنز ماکروگرافیه، لنزایی که به صورت کلوزآپ باید کار بکنن باشون. بسته به محیط اینها با هم متفاوته. حالا آدم یعنی اون شخص میاد یکم جزئی تر میپرسه، اون وقت میریم تو بحث مثلا خیلی جزئی تر، میگیم خب حالا اگه میخوای فلان کار بکنی سپایه نیاز داری، اگه میخوای فلان کار بکنی فلان نور رو تو تجهیزات نورپردازی نیاز داری. اینها برای هر کسی متفاوته. برای همین یکی از من میاد میپرسه که ما با چی شروع بکنیم، سوالش خیلی کلیه. من باید بدونم میخواد چی کار کنه، وارد بازار کار بشه، میخواد حرفه‌ای کار کنه، میخواد نمیدونم تفریح کنه. اول باید کاتگوری مشخص بشه، دقیقاً بدونیم، بعد دقیقاً به همچین چیزی نیازه. و برای سوال بعدی که تجهیزاته، برای سوال بعدی که نرم افزاره بخوام توضیح بدم، ببین باز برمیگرده ما کارمون ویدیویی یا عکاسی. اگه عکاسی، پیشنهاد من لایت رومه در ابتدای با توجه به اینکه خروجیتون میتونین رنگای یعنی کالر گریدینگ انجام بدین خیلی راحت تر. در ابتدا میتونم بگم لایت روم و در کنارش در سایدش 100% مهمترین چیز فتوشاپه. یعنی دو تا نرم افزاری که ما 100% تو حوزه کاری خودمون باهاش کار انجام میدیم و باهاش فعالیت داریم انجام میدیم به صورت روزمره. در کنارش تو بحث ویدیو ما از دو تا نرم افزار خیلی مهم داریم استفاده میکنیم. یه دونه نرم افزار ادوب پریمیره و یه دونه نرم افزار داوینچی تخصصی برای اصلاح رنگ و خب الان کل کار رو پوشش میده، کاور میکنه. شما میتونید ویدیو رو همونجا تولید کنید، سرعت بالاتری داره نسبت به نرم افزار ادوب، ولی ادوب پریمیر محیط راحت تری داره، تایملاین ساده تری داره. یعنی برای کسی که تازه میخواد شروع کنه خیلی ملموس‌تر و خیلی قابل فهم‌تره. ادوب افتر افکت هم داریم که اون میره حتی توی بخش گرافیکی هم کار میکنه و یکم پیچیدگی خاص خودش رو داره، ولی خب علایق افرادی رو داره که علایقشون به این سمت باشه. در آخر که صحبت خاصی هست که یا سوال خاصی بود که من دوست داشتی پاسخ ما ازت بپرسیم تو جواب بدی ما نگفته باشیم؟
ببین سوال نه، ولی واقعا برای کسایی که دارن حالا این صحبت رو تا انتها گوش میدن، دوست دارم این دوباره بگم که از شروع یک کار، از شروع و وارد شدن به یک محیط نترسن و با این دید نرن جلو که حتما مالی همه چی رو بسنجن. درسته خیلی مهمه، ولی واقعا برای اینکه یک آدم موفق باشه توی زمینه باید اون ریسک پذیری منطقی رو داشته باشی که واردش بشی. وقتی واردش بشی قطعا فراز و نشیب های متعددی رو تجربه میکنه آدم، که اون نقاط صعودی و نقاطی که فرودیه، یعنی هر دوتای اینها مکمل همدیگن. شما وقتی که توی پروژه شکست نخوری تجربه به دست نمیاری به اندازه کافی که تو پروژه بعدیت موفق باشی. به نظر من این مهمترین چیزی که همه باید بهش بپردازن توی فیلد دیزاین، طراحی و پست پروداکشن. خیلی موضوع مهمی رو اشاره کردیم بهش. ممنون از شما که وقت گذاشتین، حوصله گذاشتین، صبح جمعه همراه ما بودین که این اپیزود رو ضبط کنیم و به دست بچه‌ها برسونیم. مرسی وحید، ممنون مهمون ما بودی. خیلی صحبت‌های جدیدی کردیم. این اپیزود خیلی اپیزود متفاوتیه توی کوبیک، چون همیشه داشتیم قبل از اینکه یک محصولی دیزاین بشه صحبت می‌کردیم. این دفعه درباره پایان کار بود و اینکه من و کیمیا سعی کردیم با توجه به حالا دانش اندکمون توی این زمینه ولی بازم تلاش بکنیم یه محتوای خیلی خوبی تولید بکنیم و مرسی که تو این زمینه کمک کردی به ما و با حوصله جواب دادی سوالم. مرسی از شما بچه‌ها، واقعا میگم این که همچین فضایی رو شما وقت گذاشتین، انرژی گذاشتین، صرف کردین. میدونم واقعا بدون حمایت، این که آدم از صرف علاقه یک کاری رو انجام بده چقدر زمان بره، چقدر مثلا انرژی بره، چه نقاط بالا و پایینی داره و این خیلی 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 ارزشمنده، چون شبیه به کار شما رو ما تو حالا حوزه کاری خودمون تو ایران زون انجام دادیم. اینو کاملا درک میکنم که واقعا چقدر داریم با کیفیت با سلیقه وقت میذاریم برای تک تک خروجی‌ها و اپیزودهایی که تا الان منتشر شده و واقعا ممنونم از اینکه این فرصت رو دادین که با هم دیگه بشیم صحبت بکنیم در این باره. شما لطف دارین. امیدوارم مسیر پیش روتون موفق‌تر از حال حاضر باشه و خوب دقیقاً. مرسی کیمیا جان، مرسی زینب جان، واقعا